رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، خدا را شکر میگوییم که امروز هم در خدمت شما قرار داریم و اگرچه در وقت گذاشته شده برنامه تأخیر افتاد، خوب امیدواریم که از لطف و کرم خود ما را میبخشید، چون واقعا هر دقیقه این روزها خیلی مهم هست و انتظار بودن در هر مسئله نه همه میخواهند آن را. امروز در تقریبا آغاز دهه اخیر ماه مبارک رمضان قرار داریم و یعنی امشب شب 20 ماه مبارک رمضان است و بار دیگر نمیخواهم هیچ کسی را به خطا کردن بگیم که خطا کرده است، ولی افرادی که روز 18 روزه گرفتن دقیقاً درست، چون که از آغاز ماه هم دیدیم ماه یعنی که روزش معین بود و در شب 14 ماه رمضان هم دیده شد که ماه 14 بود و پس فهمیده شد که 18 یعنی که دقیق سنه دقیق ماه اول ماه مبارک رمضان بود و اکنون دیگر شما گناهکار نیستید. اون اولیای امور، اون افرادی که شما را وادار به این کردن، بعضی حالتها حتی بعضی از کشورها مسائل شرعی را با سیاسی ارتباط میتینند، چون میخوام که خوب دیگر ما همین کار انجام میتیم. اگر که واقعا از نگاه شرعی کار انجام بدیم هیچ مشکلی وجود ندارد، یعنی ولی گاها بعضی از حالت ها میشود که اون واقعا دیگر تنها حالت سیاسی است که اون حالت ها تغییر میکند. مهم دیگر موضوع در این موضوع صحبت نمیکنیم و امروز 19 ماه مبارک رمضان و بگاه 20 یعنی آغاز دهه ماه مبارک رمضان، ما در سرچشمه های اسلامی در سنت مسئله زنده داشتن ماه مبارک رمضان و خاصتا دهه آخر ماه مبارک را بسیار زیاد دیدیم. احادیث بشمار در این مورد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داریم در نگاه داشتن و زنده نگه داشتن دهه اخیر ماه مبارک رمضان. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دهه اخیر یعنی در عبادت بیشتر تلاش میکردند و اصحاب رسول اکرم نیز همچنین. حتی ما روایات داریم که رسول اکرم در دهه اول کاملا اعتکاف نشستند و بعد از اون باز در دهه دوم نشستند و باز جبرائیل آمد رسول اکرم خبر داد و رسول اکرم گفت هر کسی با من تا این 20 بود پس 10 دیگرم یعنی در نشستن اعتکاف با من باشد. منظور زنده نگه داشتن کامل ماه مبارک رمضان شبهایش. ولی خب بیشتر در شما امروز در تاریخ 19 یعنی دقیقاً شب 20 دهه اول دهه آخر ماه مبارک رمضان که در این دهه یک دهه پر از فیض و برکت، یک دهه که در آن شب قدر وجود دارد و امکانی پیدا نمودن شب قدر را هر یک کسی ما و شما باید تلاش داشته باشیم. و همین قاموسی روز شب 27 ماه مبارک رمضان را باید ملت و امت اسلام کاملا خاصتا تاجیکا از قاموس زندگیشان برآورند. چرا؟ ما یعنی که دیروز هم درس عقیده داشتیم و در اونجا کاملا قضیه همین شب قدر را بیان نمودیم و احادیث وارده در این زمینه کاملا برای برادران و خواهرانی که در درس عقیده ما اشتراک میکنند فرمانده شد و همین را باید با صراحت بگم. یعنی احادیث زیاده داریم در مورد این که شب 21 است، شب 23 است، حدود 17 حدیث داریم در مورد شب 23. حتی خود عبدالله ابن مسعود یعنی با تاکید میگوید که شب 23 است و حدیث دیگری خیلی معروف است اهل مدینه اون زیاد میدونن، حدیث جوهانی که یک مرد پیش رسول اکرم آمد و رسول اکرم با او صحبت داشت و در مورد شب قدر از او پرسید که گفت براش شکر که شب چیزی گفت براش، ولی مهم که وقتی دیدن تنها شب 23 یعنی بعد از عصر داخل میشد و از مسجد پس از نماز بامداد خارج شده بود رفته بود و حتی دیگر اهل مدینه هم همین مسئله براشون یک مسئله خیلی یعنی جدی بود که شب زنده داری بیشتر در مسجد بودن، معتکف نشستن، یعنی شب 23 یعنی شب 21 اولین آغاز شب تاق و شب 23 یعنی اون که تاکید بیشتر شد و حتی احادیث دیگری هم در این مورد داریم که یعنی رسول اکرم با اصحابش در غزوه بودند و همون شب باران میبارید. وقتی میپرسد که من برای شما را خبر کنم، وقتی میگن بله،
پس از اون برمیگردد به اینکه فلان وقت در یعنی که از ماه مبارک رمضان من با شما در غزوه بودم و اگر فکرتون باشد وقتی از رو طرف شما گردوندم در روی من یعنی که لای بود در پیشونیم که همون شب بارون بریده بود. بله همش گفتن شب 23 بود. و این چنین عبدالله ابن مسعود در 24 شب 24 یعنی که شب‌های تاق ویتر هم شب‌های شفع هم یعنی شب‌هایی که جفت هست اون شب هم 24 گفته است. یعنی نگاه کنید یعنی این خیلی حتی حدیثی که آمدگی یعنی وقتی که میگن 9 روز یا 7 روز یا اینکه 5 روز پس ببینید که یعنی 9 روز مونده به نهایت ماه مبارک رمضان یعنی شب 21 یعنی 7 روز مونده به نهایت ماه مبارک رمضان یعنی 23 یعنی 5 روز مونده به نهایت ماه مبارک رمضان یعنی 20 شب 25 پس ببینید تأکید زیادی بیشتر دیدیم از همون 21 23 24 25 یعنی همین ها بیشتر تاکید شدن. ولی ما امکان علمای زیادی دیگر در این قضیه یعنی که به همین فکر هستند که شب قدر دور میخورد در ماه رمضان یعنی امکان داره در هر یک شب اون باشد. ولی رسول اکرم شون در حدیث صحیح شب قدر را در شب‌های تاق جستجو کنید. اگر شب تاق مردم تاجیکستان روزه گرفتگی روز 19 تاقشون جفتی ما تاقی اونها بیا بگیری که با همون خاطر دیگر بهترین شکل ورا همین است که یعنی نماز تراویح با جماعت خوندن و با امام بودن تا وقتی که حتی ینصرف وقت سلام ویتر اخیران رکعت سلام میتید باید که با امام نمازتان بخونید تا اینکه در شما قیام لیل نوشته شود. شخصی که نماز خفتن با جماعت با امام میخواند وقتی که سلام میتید امام و کاملا از نماز منصرف میشود وقتی که با امام نماز خواندی بعد از اون یعنی که برای تو کاملا شب زنده داری نوشته می شود. و برادرانی که میپرسن چون رسول اکرم گفته است اجعلوا آخر صلاتکم ویترا نماز آخرین تون نماز ویتر کنید. پس وقتی امام ویتر میخونه ساعت 9 شب پس چیکار کنید؟ پس میتوند که همون 3 رکعتی که نیت کرده است با امام اگر در تاجیکستان بخونید نماز 3 رکعته با یک سلام پس همون رکعتی که امام میشینه تشهد میخونه سلام میتید شما میخیزید سلام نداده یک رکعت دیگه میخونید میشینید بعد از اون سلام میتید یعنی نماز شما 4 رکعت میشود و بعد از اون دیگر تمام شب عبادت کنید شب زنده داری کنید نماز بخونید و قبل از اینکه خوب خوراک خوردن شروع میکنید یعنی که سحر خورک میتونید که نماز ویترتون بخونید آخرون نمازتون ویتر کنید و بعد از اون خوب ان شاء الله که یگان چیز بخورید و نیتی روزتون بکنید. یعنی این هم حالت‌هایی هست که هر یک کدوم ما امکانی این وجود دارد. پس مردمی که روز 19 روزه گرفتن بیشتر حریص باشید در تاریخی که هست. پس شب شفع یعنی شب‌های جفت و تا زنده نگه بدارید هیچ مشکلی نیست. از علمای ندوی است واقعا هم از ندوه یعنی که فارغ تحصیل است یکی از سخن‌های خیلی یعنی جالبی میگه در این زمینه میگه اگر برای انسان تمامی یعنی پول و مال دنیا را بتیان و براش همین شب قدر را پیدا نکردن اگر علت شود که پول و مال دنیا را بر عوض همون مبلغ عاجله همین دنیا عوض کند پس اون خسر دنیا و آخرت دنیا و آخرت چه یعنی که زیان کرده است. پس شما در پیش رویتون بهترین ده از شب‌ها را دارید که دعای شما مستجاب است. اگر دعایی که رسول اکرم حضرت عایشه را آموخته بود اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یعنی همین دعا را بیشتر انجام بدید. پس وقتی که شما بخشوده میشوید وقتی خداوند را بخشید یک انسان بیگناه شدی یعنی که چی معنی دارد؟ این معنی آن دارد که هر دعایی که دست برداشتی دعا کردی الله سبحانه و تعالی دعای ما و شما را مستجاب می‌کند. پس چی قدر وضعیت و حالت خوبه سریال تماشا کردی شب خواب رفتی هزار خیلی سریال ترکی و نمیدونم ارطغرل رو فلان هر چیز تماشا کردی توکل به خدا همین 10 روزه دنیا را فراموش کن و تنها در فکر آخرتت باش و ان شاء الله تو زیان نمیکنی. اون نمازی که تو میخونی اون عبادتی که میکنی برای نفسی خودت میکنی برای جان خودت میکنی دعا در حق فرزندت میکنی دعا در حق همسرت میکنی یعنی که دعاهای در خیر و بهبودی و حالت نیکی عائلت میکنی دعا میکنی هر طلبی که میکنی از جانب الله پذیرفته میشود و در این مسئله نباید ما دیگر زیادی یعنی تعامل کنیم من وقت ندارم من کار دارم. بله بهترین
میتونید نماز تراویح بخونید و خانه و که اومدید پس از ادای نماز تراویح، یعنی 3 ساعت خوره، شبا دراز است ماشاءالله، ساعت 9 10 11 12، از 12 یک بخیز عبادت تا شروع کن، قرآن بخون، ذکر کن، یعنی که دعاها بکن، تا اینکه الله سبحانه و تعالی در زمره افراد صالح و در زمره افراد یعنی که من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شخصی که یعنی که شب قدر یعنی که پیدا کرد، نماز خواند، عبادت کرد، یعنی دریافت اونه، پس گناه گذشتهش بخشوده می شود. خب دیگر ما زیاد بحث نمیکنیم، گناه کبیرش هم بخشیده می شود گناه، ولی وقتی که تو دعا میکنی و در اون شب نزول رحمت، نزول ملائک و نزول الله، توأم یک جای نزول الله، یعنی الله میفراید، الله در اینجا نیست، با علمش هست، ولی نزول الله، الله فرود می آید به آسمان دنیا با ملائک. پس بدونید که وقتی نزول ملائک و الله یعنی که در اون شب صورت میگیرد، پس چقدر رحمت و چقدر خیر ما و شما را انتظار است. اگر پس دیگر شب‌های دیگر استراحت کردید تو این وقت، یعنی که زیاد هم تراویح خوانده آمده، یگان قرآن خوانده، ذکر کردید، استراحت کردید، خوب خلاص، ولی دیگر این 10 شب آخره اهل و خانواده‌تون یعنی که دعوت کنید، تشویق کنید تا اینکه اونها شب زنده داری کنند. و اگر فرزند برای تو در همین 10 روز $50,000 کار کنه بیاره، او منفعت برای تو نداره. اگر همون فرزند در شب قدر بشینه در حق پدرش دعا کنه، اون با میلیاردها دلار برای تو برابر شده نمیتونه، از اون هم بیشتر است، چون که فرزند در حق پدرش دعا کردن، هم فرزند صالح میشود، هم دعای او در حق پدر و مادرش مستجاب است. یا تو خودت در حق فرزند دعا میکنی، پس دعای تو مستجاب است در حق فرزند. تو در حق پدر و مادر از دنیا گذشته دعا میکنی، پس تو بدان که فرزند صالح هستی که در حق پدر و مادر گذشته دعا کرده، در حق گذشتگان دعا کرده. اینها همش در همین 10 روزه که امتحان مهمی زندگانی انسان که ما و شما نمیدونیم در این وضعیت و حالتهایی که دنیا گرفتار است، یعنی که یه رکت غلط میزنه نیستی دیگه، تمام همین رمضان تمام شد، یه رکت یا درون چپانه پریدم و در آسیا بدگیات کو خواهی میدونه که هر دقیقه در طور سرتون درون پریده است. حکیم منطقه ما هم یعنی که از اونجا او قدر دور نیست از این وضعیت. ما نمیدونیم آینده دنیا با کدام حالت است، اما نمیدونیم که رمضان دیگر ما را انتظار است یا انتظار نیست. پس کاری که باید انجام بدیم این 10 شبه یعنی که از دست ندیم. خوشا به حال اون افرادی که میروند، یعنی که لااقل اگر او قدر یعنی که نتونی 5 شب اعتکاف بشین، یعنی اعتکاف در مسجد نشستن، یعنی که شب تا صبح عبادت کردن، دعا کردن، مثلا این اگر که بتونید انجام داده 5 شب، یعنی که همین 5 شبی که اولی یعنی که دهه همین آخر است اعتکافش بشی. حتما تاجیک که هستی 27 مسجد میرای، حتما گفتی گپو دیگه تا آخرش امکان داره رفتن، ولی همین 5 شب 10 شب اگر برات مشکلی کنه زور بیای، 5 شب اعتکاف بشین، 5 شب در فکر عبادت باش، 5 شب دنیا را از خودت فراموش کن. اگر چنده بتونی 10 روز کو فبها و نعمه، دیگر شب قدر اصلا هرگز دور نمیشود. بعد اون فکرای کمپیری و مسفیدی و دیگه نور را دیدیم و ای عثمان ای را دیدیم و دیگه گواره را قبیدی تلویشید، اینطوری گپا نیست. ما اون چیزی که یعنی که رسول اکرم، اصحاب رسول اکرم، بزرگان این امت، علمای این امت برای ما گفتن که دین از رسول اکرم و اصحابش گرفتن، چنین چیزی را هیچ نفری از اصحاب رسول اکرم از قرون مفضله ثلاثه برای ما شما روایت نکرده است که گواره تلایی شد و فلانی شد. این گپا نیست. مهمترین حالت همین است که همون دنیاست، همون دنیای هست که ما و شما زندگانی میکنیم. تنها و تنها حالت روحانی ما باید تغییر بخورد، نه اینکه اون چیزی که میبینیم یا دیدیم یا اینها چیزایی هستند که با این چیزها هیچ وقت هر یک انسان عاقل باید باور نداشته باشد. چرا؟ چون ما اون چیزی که رسول اکرم گفته است ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چیزی که رسول اکرم گفته است ما همون انجام میدیم. جستجو کنید شب قدر در 10 آخر ماه مبارک رمضان، بازم اختصاصش داد در یعنی که ویتر در شب‌های طاقش. خب بار دیگر میگم مردم تاجیکستان شب ویتر، شب طاقی جفتی ما، شب جفتی ما شب طاقی اونها است. پس بهترین حالت و راه برای شما همین است که شما تمام همین 10 شب یعنی که زنده نگه بدارید. این است مهمترین وضعیت و حالتی که ما میتونیم در حق وطن دعا که، در حق دولت دعا که
خداوند رحمان فغندش که بگو ای الله هر چی تستر این پلیدی کثیفی مادر به خطا رفته را غند که ضعفش که الله سرنگونش که ای الله با اویله کثیفش ضعفش که تو در سجده دعا که نمازهای نفل که میخونی دعا که ای الله رحمان از سر ما بردار ای الله هر چیز زودتر این کثیفی پلید از سر ما دور کن. این دعاها را تو میتونی انجام داده. رحمان همین است که ما از چند امامای مساجد و مردمی که در مسجدها هستند حتی زنها را نماز خواندن در خانه با کودکان منع است. جماعت نکنه زنت قطی کودکت نگاه که زنت قطی کودکت بر دیسکوتک برای یگون مشکل نیست. زنت قطی کودکت یگون کینوی پولوگولی تماشا کنه یگون پرابلم نیست. زنت قطی کودکت هر غلطی که میکنه اجازت است، ولی زنت با کودکت یکی نماز جماعت نکنه با دعا کنه، در مسجد نشینه دعا نکنه. یعنی میدونن که دعای این ملت و این امت و این مردم تنها بازید رحمان فاست، تنها همون امام مجبور شده بالای منبر است که دست همه برداره در حق رحمان فی کثیفه که یک بار در پیش خدا سجده صادقانه نکرده که دعا میکنه، در حالی که خوب دیگه ما دیگه گپ نمیزنیم، خود یگان گپ دیگه بگم در حال با یگان حکم دیگه میکنن، ولی مهم که رحمان شخصی هست که در حق اون دعا کردن تنها دعایی یعنی که از بین رفتن و نابودی و زوالش میکنه. یه شخص مخالفت به دین داره، مخالفت به شریعت داره، مخالفت به فرهنگ داره، مخالفت به لباس پوشید داره، مخالفت به شعائر دین، مخالفت به تمام اون چیزی که از نظام دینی هم باید خودت مخالف است، از نظام دنیوی و دموکراتی هم مخالفی، هر یک شهروند است. پس چگونه یک انسان در حالت غلامی زندگی کنه، در بدترین وضعیت باشه، با در حق همین پلیدی کثیفی مادر به خطا رفته با دعای خیر خوب کنیم باید، یعنی امکان نداره. و اما خاطر مردم از مسجد میبرن تا اینکه دعا نکنن. حتی رحمانوف از دعای این ملت میترسد. پس دعا سلاح ماست، دعا بهترین عبادت است، دعا مخ عبادت است. و اونانی که میگن که همینقدر دعا کرده دعا قبول نشید، بدونه که اونها از اسلام از دین خارج میشوند. با این گپ شد اینا فراموش نکنید. استکبار از دعا یعنی دعا تو چی میکنی؟ دعا در نزد الله میکنی، ای الله رحمان فجم کن. الله دعا تا قبول نکرد، پس بهترین برای من و تو اون دعا را گذاشته است برای قبر. در قبر وقتی که رفتی تو دعا کرده رحمان فدعف کن، الله برای من عزت بده، الله برای من شرف بده، همون دعا تا الله در قبر برات میتیه، یا این که گذاشته است در آخرت برات میتیه، برای در وقت دیگه گذاشته است. پس میگه خیریت دعام قبول نشد که به منفعت من در قبر در آخرت میشد. پس از دعا کردن استکبار نکنه. من بسیاری از بعضی از سیاستمدارای ما حتی با پیسخند گپ میزنن، یعنی که همین دعا هیچ قبول نشده، همین خاطر دعا داریم. تو در حالتی که دعای صادقانه نکرده یکته، و دوم این که اون چیزی که الله سبحانه و تعالی برای ما میداند و خیر ما و تو اون از ما و تو بیشتر میداند. الله با بندش ظلم کننده نیست. امتحانی که ما قرار داریم از اون امتحان باید ما به سر بلند ببریم. با همون خاطر در این قضیه که من از این موضوعی که گذاشتم در مورد یعنی که مخالفات رحمان و در مسائل دین حتی در ماه مبارک رمضان با مردم ظلم داره، ولی مهمترین چیزی که ما داریم انا همین 10 شب مبارک است که در همین 10 شب مبارک امکان بسیاری از حالتها شدنش ممکن است. یعنی یک دعای ما و تو مستجاب است. هر چی قدری که ما دعا میکنیم یعنی که اون به وضعیت‌های بد گرفتار داره، اون وضعیتش بدتر شده است. به همون خاطر حالت و وضعیت ما و تو در دست ما و توست و عمل کرد و دعا در دست ما و توست. امیدوارم که ملت عزیزم، پدران و مادران عزیز و ارجمندم، میدانید که در خدمت شما قرار داریم، نه شب خوابیم نه روز، 24 ساعت در خدمت شما هم صحبت میکنیم تا اینکه وضع و حالت از این ملت و مردم کمی هم باشد برای مردم، یعنی که بفهمونیم و حالت و وضعیتشون همراهشون باشیم. شما در حق ما دعا کنید و هر کاری که ما انجام میتیم به خاطر نیک احوال شما و فرزندان شما، شوهرهای شما، نزدیکان شما هست. ما چیزی از این دنیا جز خیر و صلاحی همین ملت و همین مردم کشور چیزی دیگر نخواستیم. ما این دنیا برای ما به مانند یک یعنی ترانزیت است. ما و شما در این دنیا در حالت ترانزیت قرار داریم. رحمان فاز که خودش در حالت ترانزیت قرار نمیتیه، نداده است و میگه که ما یگان زپاسنوی ایرودروم ندارم. زپاسنوی ایرودروم تو ما یعنی که فکر داشته باشی که تو میگریزی، ان شاء الله این ملت را میقپه، ولی در قبر چی میگوی؟ لعنتی. تو در پیشگوی محکمه عادلانه این ملت چی میگوی؟ زپاسنوی ایرودروم نداره، ولی ما و تو زپاسنوی ایرودروم ما و تو آن ملجأ و آن پناهگاه الله هست.
زپسنای ایرادروم هر یک مسلمان همون پناهگاه الله هست که لا ملجأ الا الیک، هیچ یعنی که بازگشت به دیگر جایی نداریم جز به سوی تو. یعنی ملجأ و یعنی باششگاه ما، یعنی پناهگاه ما، زپسنای ایرادروم ما تنها به سوی الله هست. ولی رحمان همون زپسنای ایرادروم ندارد که ملجأش الله هست. زپسنای ایرادروم شخصی که ملجأش، باشگاه، بازگشتش، پناهگاهش به سوی الله میدونه، پس به خلق الله ضد و مخالفت و عملهای انجام نمیتید که اونها را در بدترین وضعیت قرار بده و مردم دعای هلاک و زوال و نابودی و از بین روی اون بدبخت کنند. یعنی محبت مردم یعنی در پیش الله قدر داره. وقتی که مردم یک انسان را دوست می‌دارن، پس دلالت از صلاح اون انسان است، دلالت از یعنی فکر و عملکرد خوب اون انسان است که مردم دوستش می‌دارن. ولی رحمانوف چی کاری خیر خوب کرده است؟ همین فقط در سر میکشه جنگ، یعنی که 30 سال گذشته جنگ تموم شوی، تا حاضر چی بهبودی شده است؟ هیچی. کدام وضعیت این ملت بهبود است؟ هیچی. فقط نام تاجیک هم یا آواز در ملل متحد دارد. برای ما در کار است همون یا آواز. بسیار کشورها هستند در ملل متحد نیستند، زندگیشون ایرو میلیارد، ولی فقط این ملت فریب کرد گشت. امیدوارم که ان شاء الله پدر و مادر و بزرگان این ملت در حق مبارزه و در حق مبارزان و در حق این ملت و دولت و مردم دعا میکنند تا اینکه الله سبحانه و تعالی در این 10 شب امکان پذیرش دعای یک مادر مونه، یک کمپیر، یک ماما مونه، یک پدر مونه، یک بابا مونه امکان قبول کردن وجود دارد که یعنی که دعای اون قبول وقت شد، پس چقدر برای ما و تو صلاح بهبودی در راه است ان شاء الله. خوب، این آغازینی یعنی برنامه که مربوط به این برنامه نبود، ولی خوب در دهه آخر قرار داریم که از تمام برنامه‌های داریم، از تمام منافع دنیوی برای ما این 10 شب خیر و بهبود و حالتی مهم دارد که تمام آن چیز در دنیا هست و این 10 شب یعنی عوض کرده نمی شود. این 10 شب یعنی شب‌های مهمترین حیات یک مسلمانه که آرزوی داخل شدن به جنت دارد. زناتون بسیار بعد در پخت و پز عذاب ندید. زن تا بگو زنک بشی، مردک باشه، بره بخره اوقات بره در خوناتون، قطی زن کودکاتون بخره، پول داشته باشه. زن تا بگو خوره روز یعنی که تا ابیت خواب کن، بعد از اون بخیر قرآن بخوان، نماز بخوان، عبادت کن. در دولت خارج باشه خوب با زنهاتون مسجد بره، شب‌های تراویح بخونه، عبادت کنی. اگر که در تاجیکستان خوب دیگر شما در حالت زندانی بودن قرار دارید با این حکومت منفور و پلید و کثیف رحمانوف، پس در همون خانه‌هاتون همسراتون بشینن دعا کنن. یعنی بهترین حالت و وضعیت است. از اون خوراک شما میخرید، از اون کارهای شما انجام میدید، این عمل هایی که شما در این 10 شبی که در پیش رو داریم، از این شب شروع است. یعنی از این شب وقتی که ما به عبادت میپردازیم، اگه خوراک فکر نکه خوردن ما، یعنی که چقدر گشنه روزها میگردیم، هیچ کسی هیچ کار نمیکند. مهمترین حالت زنهامون در کوخنی بسیار بد نبریم، رس نکنیم که تو خوراک پزی تو فلان کار کنه. این یگان اهمیت جدی بیشتر ندارد. مهمترین حالت این عبادت، نیایش، دعا، شب زنده داری، قرآن خواندن، ذکر کردن، دعایی که یعنی که اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، دعایی که رسول اکرم با ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها آموزانید که برای ما درس است تا روز قیامت. این دعا را باید ما و فرزنده و همسرامون بکنیم. پس بخشوده شدن ما سبب اجابت دعای ماست، بخشوده شدن ما سبب فراخ گشتن رزق ماست، بخشوده شدن ما سبب تمام خیر و برکت دنیا و آخرت نایل شدن ما و شماست. پس این از دست ندید. تمام مال دنیا را بتید نمیتونید پیدا کرده برکت و فضیلت یک شبی انا همین دهه مبارکه. ما از کجا میدونیم که همین شب از قدر، یعنی شب 20 از کجا میدونیم که فردا شب 21 است؟ چون روایات متعدد 21 داریم و روایات زیادی دیگر در 23 داریم. 3 روایت حتی در 22 اومده است. در 24 قسم خوردگی هستند صحابه، چقدر که در شب 27 قسم خورده است یک صحابه و همون بیشتر قبیلگی هستیم. یعنی اینا را اهمیت جدی بودید. امیدوارم که حتما ما و شما اگر مردانه استقامت و استواری کنیم، در این 10 شب حتما پیدا میکنیم چرا همون شب قدر. و برای افرادی که الله براشون یعنی که پول داده است، میتونید که در این 10 شب مثلا تو در روسیه هستی $1000 روان که با تاجیکستان بگو هر شب
پیش بعد از افطار کردنت بره در خانه یک کمبغل $100 بتی بگو که یک نگو که دعا که در حقش، میبینه برای شما خیر است. یعنی خلاص او الله میدونه که از کی اومد با کی رسید. شب دوم با همو خیل، شب سوم همو خیل. تو پول نداری 1000 سومونی داری، 1000 سومونی را به خانه روی که سینی زنت بگو، سینی بچت بگو، سینی یک کس که کراچی همین را بر در خانه فلانی بتی 10 شب، یعنی که همون 1000 سومونی را 100 سومونی تقسیم کنی با ملا، با مسجد، با مؤسسه خیریه رحمان افنتیت. والله اون خیر صدقه نیست. رحمان فی زید دین. چگونه تو با دست یک بدبختی به ایمان میره پول تمیتی که اون یگون کار انجام بتیه؟ نه اخی، تو پول خودت با دستی خودت بر در خونه کمبغل بتی. تو در آسیایی بله، تو در اروپایی بله، من $500 دارم، بهترین $500 500 سومونیش که 200 سومونی در خونه مثلا 3 کس بر تقسیم که یگان مشکل نداری، تقسیم که همون پول در 10 شب برای در خونه کم بغل هم قدر کم بغل یتیم و بیوزن زیاد است که تو باز گفتن. همین بعد از اینکه اگر میگن نه من روز میتیمش بهترین روز بتیش، ولی ما میخوایم که چون شبهای ماه مبارک رمضان با قدر است و در دهه ذوالحجه روزهاش با قدر هستند، ولی در ماه مبارک رمضان شبهاش با قدر هستند. ولی ما اگر یا اینکه حساب داشته باشد شنبه سیتی همین که شب شید در حسابش پرتوش، یعنی که 100 مثلا سومونی است، 200 سومونی است، هر چی خیر کردنی هستی بیا و نامی همو کم بغلی که هست دوشنبه سیتی داره در خونت بشی، در کارتش دوشنبه سیتی بگذارانش، یگان مشکل وجود ندارد. انا اینا میگن 10 شب تو صدقه کردن. تو فکر که یکی در همون شب قبل صدقه تو درست بگیرد، تو فکر که چی قدر اجر و برکت برای تو الله سبحانه و تعالی یعنی که معین کرده است داده است. برادران که میتونن، یعنی که در خانه مهم نیست برادران گرامی که شما در خانه زن تا بگوی اوقات که یعنی که بخیزه مردم دعوت کنی بیایی که تنظیم کلی سلیمان دولت پرابلمت کنن، زن تا بگو زنک 50 سمبوسه پس 50 سمبوسه را بگی 2 سمبوسه 3 سمبوسه 2 خیرمو دادنش بدوست، هر یک کمبغل که دادنش میگیری رفتن میگیری افطار میکنه همون، یعنی که اجر روزادار تو میگیری، غیر از این که یگون اجر پاداش از اون روزادار کم شده باشد. کار خیر لوزاده است. یعنی مهم نیست که افطاری صایم فقط تو در خونت برای مردم دعوت کنی بشینن بعد افطار تو حساب است. نه، تو میتونی که گفتی گپا همون افطار تا 10 تا شاورما برا بخر، یعنی که پیش افطار زکات که اومده کنه 10 تا کمبغل که در مثلا هستن بر بتیش، یتیم است یتیم دارد، یعنی که زنه که چی است هم 10 تا مثلا همون چیزا بگی بر در خونش بتی تو اینکه همون زن یتیم دار همون یعنی که چیزی که از شاورما است همون بخره. هر چیزی که میتونید آماده کرده خوراک برای 10 نفر هر شب، برای 5 نفر تو نداری، برای 2 نفر نداری، تو افطاری صایم بتی اجر روزه او را بگی، غیر از اینکه از اجر روزه او چیز کم شود. هر چی قدر که رحمان افکاری میخواد انجام بده ما و شما باید با عقل تر باشیم، نه اینکه یعنی که افطاری صایم یا اینکه افطار دعوت کردن در خانه هامون باشد. نه، بگی بکن در خارج هستی، خداوند برای تو راه گشاده کرده است، حتما یک رفیق داری، حتما یک برادر داری که باورش داری، برادر برای الله من همین پلا برای تو میتیم 500 سومونی، همین پلا هر شب تو باید چیکار کنی $500 یا 500 یورو را بر 500 سومونی مثلا در خانه این نفر بته، یگان مشکل نداری تو. یعنی که فکر که در یک خانه کم بغل 500 مثلا یورو هر شب 500 سومی میتی، 10 تا خانه ده مثلا 500 سومی با 10 تا خانه ده 500 سومی تو اخیری ما حتما کار انجام داده میتونی. اینه بهترین کار برای تو. شب پس از امی نماز افطار خوند، افطار کرد شما خوندی بخیر در خانه یک تاش، در خانه دو تاش، در خانه سه تاش 100 سوم میتونی که گفتی گپات در خانه هر یک کم بغل یک 100 سومی 100 سومی 100 سومی تا 10 روزه بتی در هر کم بغل. یعنی این هستن چیزایی که همون 100 سومی تو امکانی در همون شب قرار گرفتنش و الله اون چی قدر بزرگ از تو قبولش میکنه. یک چیز عادی نه رحمان و یگان گپت میگه نه یگان پرابلم داری نه یگان مشکل داری، صدقات انجام بتی از آغاز ده صبر شروع کن تا اینکه خداوند برای ما و تو برکت و یعنی که فضیلت عنایت کنه. این کارا رو ما انجام داده میتونیم پس انجامش بتی. دولت اسلامی طالب علمای وجود دارن که وضعیت چون در مصر میدونیم چی قدر بزیب است، چندین کشور میدونیم نمیدونه بر همه زنگ بزنه همه قدر طالب علم تون پیدا میکنیم. خیلی که اصلاح خودش یعنی که نگاه میکنه چند طالب علم نمره رو رقمهاشون نمیتونیم تو اینکه
کمکاتون رو با اونها روان کنید. او طالب علم است، وقتی که اون میخواند علم میگیرد و از اون کمک کردگی تو تغذیه میگیرد، چقدر برای تو خیر و ثواب است که تو تکمیل یا که یعنی که حمایت یک طالب علم به عهده گرفته. به همون خاطر قضیه را فراموش نکنید. کار خیر زیاد است، راههای خیر خیلی زیاد است و ما و شما میتونیم انجام بدیم در این 10 شب. در راه مبارزه کمک کن، میتونی که در راه مبارزه کمک کنی بر علیه رحمانوف، تا اینکه الله سبحانه و تعالی آنچه که شما میکنه خداوند با توسط اون این شب‌های مبارک و اون خیری که شما انجام میدید برای مبارزه، یعنی الله سبحانه و تعالی این پلید دفع کنه. همه کار وجود امکانی انجام دادن داره، فقط خواستن و تونستن در کار. یک کس میپرسه که من ندارم، میتونم که 500 سوم قرض بگیرم و در همین 10 شب بتیم. بله تو میتونی که بعد از رمضان 500 دلار را میتونی داده، تو 500 دلار قرض بگی و یعنی که بکمی کنه، ولی تو میتونی که 500 دلار را بعد رمضان دادن، ولی اون خیری اون در تو میمونه، در نامه اعمال تو مثبت شدگی از ثبت است. ولی بعد از رمضان تو 500 سوم هم که پیدا کردی خیر کردی، خیرش میکنی، ولی نه اون چیزی که اجرش در این ماه هست برای تو ثبت نشود. پس خیلی که میگن قرض که زن بگی قرض میتی زن میمونه. خب بعضیا با به شروع قرض میکنن، زن شمیره و قرض میره، که هیچ چیزی هست که یعنی میمونه در صفحات اعمالی تو. در این یگان شک و شبهه هیچ نفرتون نداشته باشید. خوب، اکنون ان شاء الله که شروع میکنیم به بخش آغازین برنامه که در قضیه آنچه که ما گفتیم این مهم هست. برای چی مهم است؟ برای اینکه باید ما و شما این 10 روزه خوب بشناسیم و کارهایی که باید انجام میتیم باید انجام بدیم. و برادران و خواهرانی که انجام این کارها را نیت کردن بهترین کار است. نداری میگم کو زن تبگو 10 تا سمبوسه پزای از سمبوسه در 10 تا کمبغل بتی، این همی کاری تو. این هر کاری که میتونی انجام بدید تا اینکه الله سبحانه و تعالی در صفحات اعمالتون خیر و سخاوت و اعمال نیک ان شاء الله که صد بگرداند. اکنون در قضیه انا همین وضعیت و حالتی که ما و شما داریم امروز، ما و شما در وضعیت قرار داریم که امام علی رحمانوف حتی در همین ماه مبارک رمضان جنگ مقامات با دین قطع نشد. یگان نفر از شما وجود ندارد که یعنی که همین قضیه را چیکار نکرده باشه، نفهمد و نداند و یعنی آن چیزی که هست از اون آگاهی نداشته باشد. ما نمیدونیم چی را گذاشتگی هستیم، اپروس هایو که نگذاشتیم. خوب، بله یک اپروس هم ما گذاشته بودیم، نمیدونم اپروس. خوب، که حق روزه میفهمه مردم دیگه همین خیلی میشن. خب قضیه و وضعیتی که امروز ما و شما داریم حتی در رمضان جنگ مقامات با دین قطع نشد. یعنی در همین ماه مبارک رمضان جنگ مقامات رحمانوف با دین اسلام، با معتقد مردم، با اعتقادی با باوری این مردم قطع نشد. یعنی ما و شما هر روزها شاهدی حالت و وضعیت‌های هستیم در تاجیکستان که تمامی وضعیت و یعنی که حالتی که در تاجیکستان هست جنگی مقامات کمیته دولتی امنیتی ملی و این چنین یعنی کارهای وزارت داخلی MVD یا وزارت کارهای داخلی با ریش، با حجاب، با نمازخوانها در بیرون مسجد نظارت‌های شدید قرار دادن، همه اینها را ما و شما می‌بینیم. همه اینها را ما و شما یعنی که در حالتی هستیم که یعنی می‌بینیم و وضعیت معین است که چگونه رحمانوف یعنی با مردم مسلمان در این شب و روز یک یعنی که دشمنی سرسختی ما و شما قرار دارد که این دشمنی هر یک قدم ما و شما از اون دشمنی آگاهیم. مثلا می‌بینیم که چند روز قبل بود شاهد بودیم که کودکان بازداشت کردند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونها چیکار کردند؟ اونها یعنی درس دادن، درس تعلیمات دینی غیر رسمی، تعلیمات دینی غیر رسمی. تعلیمات دینی غیر رسمی گفته یعنی که رسمیش باید وجود داشته باشد. وقتی که ما تعلیمات دینی رسمی فقط یک دانشگاه برای گوری اوچه رحمانوف روز کردگی که گوری اوچهش در بگیره لعنت کرده الله، یعنی که دانشگاه یعنی که روز کرده است، ولی یا آدم
دانشگاه راست میکنه در تاجیکستان، دانشگاهی طبی، دانشگاهی یعنی سیاست، دانشگاهی اقتصادی، دانشگاهی ورزش، دانشگاهی هر چیزی که هست، مهندسی، انجینری، فیزیک، شیمیا، متماتیکا، هر بخشای گوناگون دنیا، بوغالتری، همینا. درست. پس شما یعنی که در مکتب باید تو اول متماتیکا بخونی. بله، باید متماتیکا بخونی. در مکتب تو باید که تاریخ، تو فنی فاکولته تاریخ دانشگاهی در دانشگاه تو باید که تاریخ بخونی، از صنف 1 تا صنف 11 باید بخونی. تو در مکتب باید یعنی الگبرا بخونی، باید بخونی. تو در مکتب باید شیمیا، فیزیکا بخونی. بعد از اینکه در مکتب میخونی یک خلفیه پیدا کنی، آماده میشی، بعد از اون میره در دانشگاه چیکار میکنی؟ یعنی که میسپاری در فاکولته تاریخ، چون که تو تاریخ خونده، سوالهای تاریخ برات میشوه. و بعد از اون یا اینکه تو میره در طب میسپاری، یا که میره تو در زبان میسپاری، چون اختصاصت زبان میخوای، زبان انگلیسی، زبان عربی یا که هر زبان دیگه، چون در مکتب زبان خونده و فهمیشی، یعنی که تحکرسی از خونه داری، از مکتب میونه. ولی تاجیکه که فرزندش نخونده است، در پیش پدرش بخونه 12 سال برای رستش کنی، در پیش امام مسجد بخونه، اگر امام مسجد هم برای ترمکنی، اویله ای فرزند پدر مادر ای کودکم برای یعنی که اشتراف کنی، در پیش اوچش بخونه، اوچش برای رنگی از گلام، رنگ دیگه منطقه، رنگ فیض‌آباد، رنگ مسکین آباد برای اشتراف کنی، رنگ منطقه وحدت که چند زن قبیدن بردن همی خیل، ده حصار چند زن همی خیل کردن، در قبادیان دیدید که یک زن به خاطر اینکه در تیک تاک، اینکه در اینستاگرام تنها نشر کردن ویدیو اسلامی قبیدن، یعنی که تروریستش زدن. برای چی؟ به خاطر که یک مولای عالم دعوت کرده است همون اسلامی، نوار اسلامی را باید نشر نکنی. او تو به ایمانی خدازاده لعنتی همون نتانیاهویی که جنگ دوره، همون اسلامی، همین مسلمانایی که هستن در همون اسرائیل همین قمعنش کردگی نیست. و شرم نکرده میگه که تعلیمات دینی غیر رسمی، دینی رسمیش در پیش گوری مریم برون بخونن، در پیش گوری از یعنی که ازبک بی بخونن، تعلیمات رسمی دینی را برون در کجا بخونن؟ در پیش تخمینه کلیوپاترا تعلیم دینی رسمی بگیرن، در پیش عزیزمو تعلیم غیر رسمی بگیرن، در پیش زنی رستم تعلیم بگیرن، در پیش کی تعلیمات رسمی دینی بگیرن؟ وقتی تو پدر جریمه میکنی، وقتی تو ملا را ترجمه میکنی، وقتی تو مادر را جریمه میکنی، وقتی در مکتب میره یا الف ب مینویسی میگو چیه؟ وقتی کودکان میگن گرین زور کو میره کیاتون داده است، خاله فلانی، مامای فلانی، بخیزی برای بسر خاله فلانی، مامای فلانی اشترافش کنی که تو کودکان را درس داده. گفته تعلیمات غیر رسمی. او چی رسمیت داره وقتی که دین کجا معین است؟ وقتی تو از مکتب میانه تعلیمات دینی را از مردم برداشته، پس او ابو حنیفه را برده یگان جایی نمیدونم چی بگم لعنتی، او دانشگاه برای ما را در کار نیست. دانشگاهی که یعنی که آغازین مکتب وجود نداره تا اینکه اون بفهمد دین چی است، عقیده چی است، توحید چی است، یعنی که همه اینها را نتونه فهمیده، پس چگونه او میره در دانشگاه ابو حنیفه داخل میشود؟ بر عقل تکر فهم کم دم کردگی پدنالت کلاورمی به ایمان انگه کمو یعنی که تعلیمات دینی غیر رسمی، تعلیمات دینی رسمی. تعلیمات دینی رسمی در جای سرش کل کردگی فاکس زدگی در سر سلیمان دولتوف میبره میگه ما آنلاینی تشکیل کنیم. او آنلاینی را به اینترنت نبودگی در سری کل سیابات خونه سوخته آخی که ممبری که در کمیته دین تو در سعودی خونده، تو اسلام هم میدونی، تو الله هم میشناسی، تو مسلمانی، تو نخوا که همه را نتونی فهمونده همه رحمان فکر ایا اکای شکمبه اکای پدنالت به ایمانی بچه مریم گرسوخته. ما باید در مکتبا فن دینی مونیم، ما باید برای آموزش جوانان فن رسمی دینی آموزش دینی مونیم تا اینکه جوانی ما از دین بآموزه. ما را باید همین کار لازم است. تو کمیته دینی سرت فوق زدگی با خدا قسم قطعی ابو جهل میخزی، تو سلیمان دولت اگر رحمان معلومه که قطعی کی میخزه، یکی ترم قطعی همین رحمان و قطعی ابو جهل عتبه و قطعی هارون و قطعی یعنی که نمرود و قطعی لامی لعنتی ها میخزی، قطعی هامان یعنی که با همین بدبخت ها با همین یعنی که لعنتی ها میخزی. آن چیزی که تو امکان انجام دادنش داری وقفوهم انهم مسئولون، گفتن الله تو را میگه
وقفوهم انهم مسئولون. کلی سلیمانی نومرد بخزان که مسئول بود، اون چیکار کرد برای دین مردم؟ مسئول دین بود. تنها تنظیم کمیته دین از کروب شده پلی زیاد کار کیس است. حوزی مردم در کروب کار نمیدرویند. در رئیس تنظیمی اگر نوحیه شد که تو دیگه شاهی، رئیس تنظیمی یگان نوحیه شد تو دیگه شاهی تابد وزیر ای اگر رئیس کمیته تنظیم باشه که دین های کل سلیمان دیگه برود شد تور نمیبره خوتی که ای رئیسی یعنی که چی نام داره کروب شده پلی بسیار جمع میکنه کلی شیطان. هر روز مردم قپیدش طرف دارن تشو دو دیگ مونده او دو دیگ مونده است یا دیگ مونده است. لعنتی برای تو وظیفه تو نیست، وظیفه تو تامین همایی دینی مردم است. نواقص دینی مردم باید تو پره کنی، تکمیل کنی. وقتی که تعلیمات دینی غیر رسمی میگه، تعلیمات دینی رسمیش در فقط همین دانشگاه ابو حنیفه هست. او دانشگاه وقتی که او طلبه ندانه تا 18 سالگیش او نمیتونه دوجه داخل شده، او هپشه نمیتونه داخل شده. این یک مسئله. دیمش امنیتی ها میرون قطعی هم طلبای داخل شدگن از پیش ماندگی یا که به شکل خواندگن خاک رفتن داخل شدن و اونا را میان میگن دخترا را اونا را ای دیگه تو چی داخل شده، تو بعدی یگان کار پیدا کردن نمیتونی، خیلی تو زن دختری که تو چی در کار دیگه میخونی، بیا یک کار که در دانشگاه بگذار برای تو آینده خوب ترکی تو فایده بهترک میکنی. تو دیگه نخوان لورچی، برای در یگان تاریخ بخون، برای یگان زبان عربی بخون، برای یگان چیز دیگه بخون برای تو بهتره. تی جره میخونی یعنی که دانشگاه ابو حنیفه یگان خیلی کار پیدا نمیکنی، یک چیز دینی یگان معنی نداره. امنیتی با مبین دخترا مبین جوانان در دانشگاه ابو حنیفه داخل میشدگی همین خیلی تشویقات میبرن. در مکتب درس خونیش نمونی، در پیش ملا درس خونیش نمونی، در پیش امام مسجد درس خونیش نمونی، در خانهش اوچش یا پدرش درسش بوده درس خونیش نمونی. پس تعلیمات دینی رسمی را در کجا بخونه؟ تعلیمات دینی رسمی را ای رستم بگیره، ای تخمینه بگیرش، ای یگان داماد بگیره، ای یگان داماد غیر رسمی برن تعلیمات دینی رسمی را بگیرن، اجازه بگیرن. در حالی این دین الله هست. او دامادا و دخترای تو اینو او علم ندارن. دامادا و دخترای تو فقط یه علمی کماسوترا را دارن. اگر بخوای که یعنی که یگان پور نزویز دشه بعد میره در پیش دخترای تو درس میگیری. او دخترای تو اسلام نمیفهمن که در پیش اونو تعلیمات دینی رسمی بگیری. در پیش فرزندای تو فقط کماسوترا، فقط یعنی که خیلی دیگه فهمیدی چی را درس میگیری. در پیش فرزندای تو یگان چیزی یعنی علم ادب یگان چیز درس گفتن نمیشوه، تنها کارهای غیر مشروع درس میتین. انمون یعنی که ارتباطی نامشروع که مثلا ارتباطی مشروع ازدواج و ارتباطی غیر مشروع است که زنا هست. اگر این ملت بخوان که ارتباطی غیر مشروع بآموزن بعد در پیش دخترای تو بچهای تو دامادای تو درس میگیرن، ولی ارتباطی مشروع هم دخترای تو دادن نمیتونن، برای که یگان تاش قطعی شوهرشون زندگی نداره. همونایش هم که زندگی داره دروغ را زندگی دارن. همونایش که زندگی ندارن اوناش یعنی که معینن که اونا دیگه اوش زدن برمادن دیگه او مردکان نتونستن ایستاده قطعی. به همون خاطر چی لازم است مردم با این وضعیت آوردن؟ یعنی که حالا ماه اپریل اسکرگیری است. میگه در همین قشلاق 5 تا اسکر اگر میتین نمیتین اگر ما چی میکنیم؟ ما یعنی که مسجدتون راست میگیم تراویح نمیخونیم. آخه این لعنت کرده مسجد با بچه یا آدم اسکری گرفتن چی ارتباط داره؟ مسجد چی ارتباط داره با اینکه بچه فلانی اسکری نمیره؟ این میره عقل تکر فرموخی سلیمان دولتوف این چی گپه؟ نخواهیم که مسجدایی که تابع کمیته یعنی مرکز اسلامی هستند و یعنی که هر عبادت خانه شامل چی است؟ مرکز اسلامی تاجیکستان است یا اینکه کمیته دین. پس تو این قدر یک نهاد دینی حتی سویتوای میایه مسجد میخواه رس کنه، حتی وینکمت میایه مسجد میخواه رس کنه، حتی پلی زمین اگر پلی راه جمع نکنه تا اینکه ما راه بسازیم، اگر همین کار نکردیم ما مسجد رس میکنیم. پلی آبونه اگر جمع نکردیم ما مسجد رس میکنیم. این مسجد خونه نمیدونم اوچای کدوم پدنالت لعنت کرده الله، این خونه خدای با کدام عقل شما میره در خوالین تهدید میکنه که اسکر در حالتی که اولی ماهی فیورال مارت اولی یک ماه مانده است به همون ابله و سر شدن فرمانی یعنی که پریزیوی بهاری را برآوردن. شما با کدام عقل قطعی میخیزه مردم خونه خدا را با اوگراژت قطعی مردم میخواه کرس میکنیم اگر شما
солдат نیاره، اگر شما پلیس بتناتی، اگر شما آبونه نشه، ما مسجد رو درست میکنیم. اگر همه مسجدو با عوضای با اون روبودی را اگر 1000 سومی جمع نکنه، ما کاروچی مسجد شما را درست میکنیم. این نگاه کنه، مردم واپس بس کردگیان، مردم در وضعیت بد قرار دادگیان. رئیس اوگالا و نیروز که توشکو بوده قپیدن بردن با کدام کره. خوب آخه شما باور کنید نمیدونیم که ما با کدام عقل دیگه یعنی با این دولت برخورد کنیم. تعلیمات غیر رسمی دینی، رسمیش چیه؟ فقط دانشگاه ابو حنیفه. یا الله یا الله، خودتون بستین فکر کنیم ملت، خودتون بستین فکر کنیم همین گپی من کجاش دروغه کجاش تهمت است، کجاش رحمان فا من دروغ گفتم که تعلیماتی دینی غیر رسمی، تعلیماتی دینی رسمی دانشگاه ابو حنیفه در یگان جای رحمانوف بگم شما دانشگاه هم نیست، او یک یعنی که همین خانه شیطان راست کردگیان. تا وقت این رحمانوف است یگان دانشگاهی دنیوی و دینی ما آباد نمیتونه باشه. این قد چاپلوس، این حیوان گرفتگی بردگی موندگیان، یعنی که وضعیت مردم با یک وضعیت و اون مفتیش کو تماما امروز یادمش در همو جنازه غایب یعنی که خامنه‌ای در سفارت چی دستش برداشتگی اومده است دعا کنم گفتم الله سبحانه و تعالی در سر جسد رحمانوف هم تا دستکات باشه که بسیار عکس زیبا بوده. اما دستای یعنی که چنم دوران مفتی در سفارت ایران بود. خب دیگر واقعا هم وقتی که آدم یک چیز میبینه یعنی براش یک چیزی خیلی عجایب و جالب واقعا میشوه، یعنی که اگر همین حاضی بمونیم تو اینکه مردم ببینن. ولی این یگان نمود خیلی یعنی فتوشاپ یگان گپ خبر نیست که یعنی شما بگی که گفتی گپ فتوشاپ نگاه کنی. این همی کار یعنی که میتونه رفته تعزیه بیان کرده، همه کار کرده میتونه، یکی نمیکنه. یکی برای اون چیزی که لازم است انجام میتیه، یکی برای یعنی که وضعیت اساسی که باید کار انجام بده مفتی کار انجام نمیتیه. چرا؟ چون که وظیفش همین است دیگر، وظیفش همین است. نگاه کن یعنی که در تعزیه سید علی خامنه‌ای در سفارت ایران اشتراک کرده است و گفتی گپو، ولی امیدواریم که ان شاء الله همین کار خداوند یعنی که بر سر رحمانوف بیاره تا اینکه همین برای دعاش بکنه در سر یعنی که در سر همون چیش هم تا گل در پیشش مونانش کمش دام که اگه لعنت کرده الله تا اینکه چیکارش کنه همین کار بشه. ولی ان شاء الله که ما و شما اگر در همین 10 شب یعنی مبارک اگر دعای خوب کنیم حتما مفتی را همین خیل میبینیم. این همین خیل مفتی را میبینیم. همین دعا کنه که الله همچنانه که مفتی در سر یعنی که تعزیه خامنه‌ای رفت اشتراک کرد، همیتا الله مفتی را در سر یعنی که تابوت رحمانوف ببینیم. ولی رحمانوف مسلمان جنازه نمیکنه. رحمانوف یگان از اهل این دین نیست. رحمانوف از اهل این دین نیست. او را باید فقط عبدالقادر طلبک برای جنازهش کنه، با هم جنازه زردشتی برن گورش کنند. همون انیمه نیروز کردگی هم کو در بختر دام تای هم باید برن گورش کنن. خورش اونجا باید بکنن بهترین جای برای رحمانوف. چون که رحمانوف این قدره که با این ملت و با این دین و با این یعنی که ملت مسلمان ظلم کرد، نه رمضان موند، نه یگون وقت موسم نموند که این مردم مسلمان ظلم نکرده باشه. خلاص بگید دفش کرد. یعنی واقعا این وضعیت و این حالت ادامه پیدا نمیکنه اگر فهمیش ملت بیشتر باشه. یعنی در یزگلام دادگاهی سیار تشکیل کردن، رفتن زنکای یزگلامی را برای تعلیم قرآن بچه‌هاشون اعتراف کرد. این عقل این دولت رحمانوف در حاصلات دوشنبه 4 زنکه، در فیض‌آباد 6 تا، در وحدت 11 تا، در قبادیان قریب 16 17 تا، در قرغانتپه همون شکل، در کلخوزآباد، در قمسنگیر، در 5، در تمام همین منطقه همین یک لو قطعی تنظیم تشکیل کرده هستند کفتن و رفته همین زنکا را مردکا را اشتراف کرده هستند چون اینکه مردم بترسونن در یک وحشت قرار بدن. یکی بچه‌ش چیکار کنه تعلیم دینی نتیه، مبادا یکی بچه‌ش تعلیم دینی بتیه، مبادا یکی نه که کار کنه که اون تعلیم دینی بتیه یکی بچه‌ش یعنی اون بچه‌ش بفهمه. زنکا در خونه نماز تراویح اگر بخونه ولی دست جمعی نخونه، دعا نکنه، یکی دعا نکنه. رحمانوف ترسش از دعا را ببینه
قطعی کودکاتون یعنی که نماز نخونه و کودک تا 18 ساله باید نماز نخونه، او باید کافر شوه. وقتی که 18 ساله شد دیگه او نه خدا را شناخت، او با او پدر مادری که کلانش کردگی او دیگه یگان فایده نداره. ایو فرزندار نشه در تاجیکستان بهتره، چون که تا 18 ساله را که تو کافر بچه که کلان کردی ایو فرزند تو نه یگان یعنی که فرزند صالح میشوه، نه او در حق تو یگان رنگی نمی فرزند رحمان میشه. یقه پرستیتوت که یقه سوزی بدستی یقه یعنی نگادی میشوند. همین بخوای که یعنی که در تاجیکستان فرزند تا تربیت یعنی که تا 18 ساله باشه رنگ همین رحمان فرزند رنگ تخمینه، یعنی میخوای که دختر رنگ تخمینه 3900 تا شو داشته باشه، این 20 فقط هم کورش تقسیم کنی باشه، یا رنگ آزاده فیون آوری یا رنگ چمپیون کاوری، یعنی خیلی دیگه که وش نگم یا رنگ دیگه‌اش یا رنگ دیگه‌اش میفرام تری یعنی که دخترای یعنی داشته باشه که رنگ همین رحمان باشه. یعنی که مردم علی دین ملوکهم همین میگن، یعنی مردم در دین پادشاهاشون گفتنی گپ منظور از دین پادشاه بودن همین است. یعنی که چگونه در دین پادشاه، یعنی که هر چخله که همین پادشاه هست مردم به همون شکل زندگی میکنن. پس اگر که میخواهید که فرزندی تو فرزندی صالح باشه، پس باید تو فرزند تا دین تا نشان بدی. او فرزندی که دین نمیدونه از او خیر نه در دنیا تو میبینی، نه او خیر در آخرت میبینی، نه او خیر در قبر میبینی. فرزندی صالحی که از اون تو فایده بخوای ببینی، پس تو باید فرزند تا تعلیم دین بدی، پس تو باید اون نماز بخونه. کودک تا امر به نماز که 7 ساله شد 10 ساله شد پیغمبر گفت است گپی من نیست، بزنش گفت است که نماز نخونه. یعنی این امر پیغمبر رحمان میگه تا 18 ساله گپ رحمان فا بگیریم یا گپ پیغمبر. اگر رحمان برای تو بزرگ باشه پس قطعی هم رحمان محشور میشه روز قیامت. ایران فراموش نکنی باید که حشر شوی تو همراه رحمان فای در روز قیامت، حشر تو در روز قیامت با رحمان فای. پس آماده باش، یعنی که فرزند تا به همون چیزی که رحمان میگه به همون شکل باید مونیش بروه. یعنی که تا 18 ساله نمونیش. 18 ساله دختر که مسجد نمیتونه رفته تا مردن شه، یعنی که به خدا قسم دولت ها بهترین دولت ها است. دختر زنت میرون نماز تراویح میخونه، نماز قیام لیل و جماعت، قرآن شب در تراویح ختم یک ختم است، در قیام لیل یک ختم است. گهکن هر یک انسان با مسجدای هستن که 3 ختم در رمضان در قیام لیل داشتن، از آغاز رمضان تا یعنی که همین 30 تا آخر ماه مبارک رمضان هر شب یعنی که 10 روز یک ختم است. برای چی؟ برای 3 پاره میخونه در 10 روز ختم قرآن در قیام لیل، یعنی که همین خیل تا آخر رمضان فکر که یک ختم در تراویح میکنی، 3 ختم دیگر در یعنی که نماز قیام لیل میکنی. خوشا به حال زن و مرد میروند نماز میخونن، دختر میروند نماز میخونن. از اون دختر فرزند صالح به دنیا میآید، از اون جوانی که میرود میخواند خداوند برای او زندگی بهتر میتید، در حق پدر و مادر دعا میکند. چقدر فیض و برکت است برای یعنی که دولت کافری که گفته اپا اسلام یگان مشکلات نداره، یا ریش داری با یعنی که لباسی چخلی میگردی، در سرت سلام میمونی، در سرت کیپکا میمونی، در سرت نمیدونم پکول افغانی میمونی، کلاه عربی میپوشی، هیچ مشکل نداری. برای چی؟ به خاطر که تو مهم جنایت انجام ندی. برای ما میگن یگان مشکلی ندارد که تو با کدام شکل لباس میپوشی، با کدام شکل میگردی. بهترین وضعیت و حالت افطار میکنی، مرحمت مردم ابرا در مسجد افطار بتی. هزارها آدم اچرا ایستادگن که من میخوام افطار بتیم، در اینجا 1000 نفر میخوام افطار بتیم، اوش میگه من فلان 500 نفر میخوام افطار بتیم. در مسجد عشرت دیگه برای افطار دادن مردمی که نماز میخونن، نماز شام پر از مردمی که نماز میخونن میان افطارشون میکنن، افطار میکنن میرن شام میخونن میان با ادامه میتین خوردنشون میخیزن تراویح میخونن. بعد از اون یعنی که نماز قیام لیل ای ساعت 2 سر میشه، ای ساعت 1 سر میشه، بعضی مسجدش ای ساعت 11 سر میکنن نماز یعنی که قیام لیل تو یکم میخونن، بعضیش از ساعت 1 سر میکنن تا 3، بعضیش از 2 سر میکنن. یعنی نگاه کنید چگونه فراخ کردگی هستن دولتایی که یعنی که مسلمان نیستن، حاکمش مسلمان نیست، هیچ مشکلی برای مسلمان وجود ندارد. منطقه قرار داریم یعنی که این طرف میگردی 300 متر یک مسجد، اون طرف میگردی 400 متر یک مسجد، اون طرف میگردی یک مسجد. یعنی یگان مشکل در دین در یعنی که عبادت وجود نداره. تو جنایت نکن، یگان کس با تو کار نداره، تو کار تا بکن، جنایت نکن، هیچ کس با تو یگان مشکل نداره. ولی رحمان فبین تعلیم غیر رسمی دینی، الله گوری مریم در بگیره و گوری
همون پدری پیاندرت که نامعلومه کو همون که از همون یعنی که سپرمای نجسی همون شدگیته الله او را لعنت کنه با او سپرمای پلیدش ده اون زنی فاحشه که تی پیرسگی پیرخوگی پردولی تولد شدگی تی دولت به وضعیت ورده نه در رمضان این مردم یعنی که قدر دارن رحم دارن با خدا قسم ماه مبارک رمضان میخزی میره یعنی که اداره های دولتی یعنی که احترام دارن که تو روزدار مسلمانی یعنی ساری میگه یا اینکه پردون من در پشت چای خورده هستم یا کافه خورده هستم یعنی که تو روزداری بخشش که من میخواد دیگه من ایمان ندارم من مسلمان نیستم ولی احترام میکنم بخشش که خواهد من یک گلتا کافه گرفتم زاردولو نمیگه که 40 گرادوس گرمیه یگون چی نمیشه باید که روزا را بخوری زاردولو را بشینی زاردولو در کجایت لعنت کرده الله اخی اینه میره بعد مو طرفدار رحمانو با شرم نو کرده میگن که این پیشوی ملت اینا خدمت کرده اینم درونی مکه درمدگی با خدا قسم رحمان ف یگون جای مکه درمدن فایدهش نداره همین رحمان ف پلید کثیفه این آدم منکر 5 رکن اسلام است شخص یک رکن اسلام زکات بگه نمیتیم از اسلام خارج میشه همین زکات بگه نمیتیم من نماز میخونم روزه میگیرم حج میکنم کلمه شهادت بگه همین من زکات نمیتیم همین زکات برای ما معقول نیست از اسلام خارج میشه این مرتد میشه و انسان وقتی بگم زکات نمیتیم من نمیفرام زکات بدیم چخیلی که در دوره حضرت ابوبکر یعنی که مانعین زکات حضرت ابوبکر با اونها کارش انجام داد پس یعنی که همه وضعیتی که این ملت دارد 5 رکن مخالفت دارد باز شرم نکرده یعنی که جانبداراش طرفداریش میکنن که چیکار کنه یعنی که یعنی این مسئله واقعا هم یک مسئله هست که باید این ملت این مردم باید فکر کنن باید یعنی که در این قضیه با دقت باشن کشورهای منطقه را میخونیم واقعا هم یعنی که یک اینسیدنت در یکی از شهرهای انگلیا شد گمان کنم در منچستر بود یا در یک شهرش یعنی که همون اینسیدنتی چند نفر از انگلیس داخل مسجد شدن در دستشون تبر و کورچه و همتری که والنتیور رو بدستن در پیش همون مسجد هم آدمایی که نگاه میکنن نظارت میکنن همونا دیدن سونکا را مانده است همونا دیدن میروان ملیسا را خبر میکنن میآیند خیلی میخپن یک تاش فرار کرده است برای اینکه مردم مسلمان مشکل ایجاد نشود دولتی یعنی که بریتانیا 40 میلیون یورو یعنی که یک فوند است 40 میلیون یورو چی کرده است مبلغ جدا کرده است که در طول ماه مبارک رمضان تمام مسجدهای مسلمان ها چی شیعه و چی سنی در محافظت پلیس قرار داشته باشه تا اینکه یگون اینسیدنتی بدی نشه انا ایره حمایت پلیس از نمازگزارا و از مردمش میگه اوتره نمیپرسد که چی است یعنی میره میگه که 8 رکعت میخونی من نمازایی که 20 رکعت میخونن آدمایی که 8 رکعت میخونن میگه ماشین تدای جمعون چون تو پیش میبروی میره تو 20 رکعت میخونی میگه او سایه که برا دوجا بیست 20 رکعت خوندی خاطر مردم میبروی میره نه میگه من 8 رکعت میخونم میبرو میرم میگه ماشین تا ای سایه که برا دای جمعونش برای چی برای اینکه تو 8 رکعت نماز تا میخونی میبروی میره ماشین تا تیز بگیری بروی بره پیش رای ماشین درست نباشه ملیسا اتومات سلاح در دستش در پیش مسجد مسلمان حمایت داره با خدا شرمت باد رحمانو ملیسا توجیک در پیش مسجد ایستادگی تا اینکه ریش بتروشه تا اینکه پل بکنه تا اینکه نگاه کنه که چند قدشی تو مسجد رو اومده است تا اینکه نگاه کنه توقیت سفیده که تراب گیره برات بیسته با قپات تلفن تا نگاه کنه بکوات تیچو ملا را لایک مونده بیا بریم 1000 تومان بگیره یعنی که $1000 اشتراف کنه $2000 اشتراف کنه برای ملا را تماشا کردن یعنی داملا سورو با تماشا کردن بوده ایالا اشتراف کرده است داملا سورو پیگان گپ سیاسی نمیگه فقط گپش یعنی که الله و رسول شریعت و احکام و فقه میفهمونه مردم برای داملا سورو با تماشا این رحمانوف ای همین مسلمان همین قمیت از رحمانوف ای یگانه کسی میترسه ای شخصی با ایمان میترسه رحمانوف ای مسجد میترسه از ایمان میترسه فهمیده که ایماندار چقدر بقدر است هر چقدر که ایماندار باشی رحمانوف هم میترسه رحمانوف از زردوشت از یگان کس نمیترسه رحمانوف ای مردی زنی با ایمان میترسه عجل رحمانوف اینگه که دولت‌های اروپایی یگان مسلمان نمیترسن چرا چون آزاد است یگان کس به یگان کس کار نداره نه مسیحی با مسلمان نه مسلمان با یعنی که مسیحی هیچ مشکلی وجود ندارد همه آزاد یهودی نصارا مسیحی به دین اتئیست
هر کسی که از بازی دین خودش کسی با کسی کار نداره، هیچ کس با تو کار نداره. مسجد 24 ساعت برا نماز بخون، کلیسا برا نماز بخون، تو گفتی گپا هر دین اعتقادی داره، هیچ مشکلی با تو نداره. پس این چی معنی داره؟ اینا میگن دولت آزاد. ولی رحمانوف از اسلام و از دین میترسه، از ایمان میترسه. برای چی؟ به خاطر که خودش ایمان نداره. من از یه آدم با ایمان نمیترسم. چرا؟ چون که ایمان دارم، دوستش میدارم. ولی رحمانوف که ایمان نداره از ریشی با ایمان میترسه، چون که یعنی که زنش قطعی دختراش فاحشه هن، بخشیش از حجاب زنی مسلمان میترسه. اینا انیق بفهمی. وای به حال همون دومادای رحمانوف که قطعی قدر یعنی که پردال زندگی دارن. و خدا قسم با جای دومادای رحمانوف باشم، نمیدونم که شما خودتونش خیلی مرد حساب میکنی، نه برای پول مال دنیا یعنی که قطعی یعنی مادر به خاطر رفته زندگی داره. ما میدونم بسیار منتظره که رحمانوف بمره دفش کنه بره، میگی حاضرم نام شما به غیر مردک موندگی چی زویرت باشی. خیلی جمالدین شرینر برآمد برفتون قطعی آزاده نیست. خیلی فهمید که اخی گفتی که قلی اسبش پیلی ویلیای برفت. خب اونایی کلن شبیه زندگی داره اجرا نکنه که شرم رو کرده، یا اینکه شمسلا ربی، یا اینکه گفتی که دیگه شب ببین جمالدین کیرن داره و اشرف ببین، همش با منفعتای یعنی که یک منفعت میبرن، استفاده میبرن. تمام دیگه یگان گپ خبر دیگری وجود نداره در این مسئله. باور کنید این دهشتی که رحمان و بالای این ملت و مردم آورده است در قضیه دین و ایمان و نفرت پراکنی بالای این ملت، این ادامه پیدا نمیکنه و این ادامه هم کرده نمیتونه در این قضیه. چرا؟ چون که این قضیه آسان نیست و این قضیه نیست که این ملت و این مردم در این قضیه دیگر خاموش باشن. بعضی دین ما جنگ داره، بعضی مسجدمون جنگ داره، بعضی ملامون جنگ داره، بعضی یعنی که آموختن قرآنمون جنگ داره، تعلیمات اسلام غیر رسمی میگه مادرها و پدرها را شرف داره، جریمه داره به خاطر که تعلیم قرآن داده. یعنی که پس شما فرزنداتون باید چیکار کنی؟ یگانه راهی که برای تمامی برادران و خواهرانی که در تاجیکستان هستن مشورت براتون میتیم، کوشش کنه تعلیماتی آنلاینی را تشکیل کردن در کره. اینمی بهترین راهی پول کار کردن برای بعضی بیزنسمن هایی که امکان انجام همین کار دارن، ثوابترین وضعیت و حالت میگیرن. شما پول کار کنه مرحمت، یگان مشکلی نداره. مثلا با سویه یکی از برادران همین مسئله را یعنی که پول بگیره و براه بمونه، مثلا به خاطر آموزش قرآن یعنی الف ب ت س را یاد گرفتن برای کودکا، مثلا 10 تا طلبه را با یک استاد معین میکنی، میتی $50 از هر پدر مادرش میگیری، میشه چند؟ $500. تو $300 ش به همون قاری را بتی، $200 ش تو خودت بگی هم آدمی تشکیل کرده همی کاره. یعنی که تو راش تشکیل میکنی، $300 قاری را میتی یا 250 تقسیمش کنی 50 تا 50 هم قاری هم روزیه. ولی تو برای قاری را در یک روز چی میتی؟ مثلا که بیسول 10 تا صنف تشکیل میکنی یا 5 تا صنفش میوی. تو فکر کنی یعنی که 250 قاری در یک ماه میگیره. تو 5 تا صنف برای همون قاری را بیا یا 10 تا صنف برای همون قاری را بیا که همین کارا بکنه، حساب که خودت $2500 قاری میگیره، $2500 تو میگیری، یگان پرابلم نداره. فقط دروغ نگی، فریب نکنی مردم. اینه یک چیزی عادی. اگه بچه تا درس میتی و $50 برای کودک میتی که من همین کودک را در همین یک ماه حرف خونش میکنم، تمام هر روز درسه، مثلا ای ساعت فلانی تو ساعت فلانی، ساعت چه میمونی، ساعت مناسب درس تشکیل میکنی میره. هم او پدر و مادر راضیان که فرزندش خواندن یاد گرفته، یگان جا برون گپ نزنه، یگان گپ نگن، یگان گپ نیست. تلفن قطعی برنامه‌ای هست که میدروی وارد میشه. اگر آدم تشکیل میکنی باید یعنی که مردک بره تشکیل کنی که تو اینکه کابینت‌های درسی است، هم طلبه همش میدروین از اون سی حساب آنلاینی بگیره، پول ده حساب میگذرونه. تو مثلا میگه ای ساعت فلانی تو ساعت فلانی را مثلا 1.5 ساعت درس داری تو امروز با همین سیم، تمام پگاه 1.5 ساعت یا ده هفته 3 روز یا 4 روز مثلا به خاطر آموزش. نگاه کنید چی خیلی میشود. و این سیم یعنی که ابتداییش با برادر اونونه که یعنی که قرآن میخونن یاد بگیرن، تو قرآن خوندن مثلا برای اونها 5 نفر میگیری $50 خوندن قرآن یاد شد میتیان.
تمام کردی و تجوید درسشون بتیان تمام کردی حفظ. همین هم قاریه که در هر دولت قرار داره بیکاره بیچاره بسیارش. تو بگو من 1000 سوم یا $1,500 یا $2,000 میتونم هر ماه می کار تشکیل کنم، هم قبل دیگه خودت بگی تشکیل کن کار کن، والله حلال است برات. این کار باید یک انسانو برادر تجارتتون یاد داده ایسم، بیزنس، هم دینتون آباده هم آخرتتون آباده هم دنیاتون آباده. یعنی یک نفر که بتونه میره تشکیل کرده بگیره اعلان شبمانه فلان و دامی حساب دامی کارتا میپرته کارتا را ایواز کنه که ریسک تفتیش زیاد نشوه، مقصد خلاص پول تگرفتی و هر نو پدر مادر بودن اکد اینه کارتا بزنه ارلاش میکنی یگان گپ نیست چنه که چپ غلطش میدوزه رحمان فقط همیه. بچه درس میگیره تمام، فرزند درس میگیره یگان مشکل نداره. دخترها هستند که تحصیل کردگی زنها دخترها را یاد میتین، یگان مشکل وجود نداره. اگر که امکان انجام همین کار باشد انجام بدید. تا اینکه تعلیماتی غیر رسمی که رحمانوف میگه ما باید دیگه خودمون فرزندمون رو تعلیم بدیم. هر پدر و مادر روزی است که فرزندش برای فرزندش $50 بده تا اینکه مثلا در $100 فرزندش پر خط خون شوه، کی رو میفورد او فرزند شای او یعنی که ثمره فؤاد زندگی شای. وقتی او قرآن خوندن یاد گرفت، قرآن یاد گرفت، حفظ قرآن کرد، نماز خوندن یاد گرفت، عقیده را یاد گرفت، همه شکل درست یاد گرفت، او با منفعت همین مردک خودش هست که پس از مرگش هم در حقش دعا میکنه فرزندی صالح هست. اگر او در دنیا میلیارد یا فرزندش یا رهرین شوه یا آدمی بی‌رحم شوه، او چی فایده داره برای این آدمی که زحمت کشه از فرزندش؟ یگان فایده نداره. پس در قضیه کوشش کنید، باور کنید ما خود ما رکلام میکنیم، به پول رکلامتون میکنیم. همون برادرانی که در دولت خارج قرار داشتگی فقط کار میکنه، داخل ترکیه نمیشه این کار کردن. تو در خارج میکنی یک گروه تشکیل که دیگه خودش پیداش در رفتن میگیره، یگان مشکل به وجود نمیآید. ولی ما تعلیماتی غیر رسمی وقت رحمانوف میگه انا ما این کار رو انجام بدیم، بیزنسمنو بمون 10 15 20 هزار دلار در همین کار خودتون بکوه بکنی همین کارا. پروگرامیستا رو بپرسید چیکار کرده میتونیم. از اول تعلیم قرآن، مثلا برای اینکه اول شروع میکنیم از خطخونی چند نفر تشکیل کنیم، 10 نفر یک کورس، 10 نفر یک کورس، تا اینکه استادم بپرسه استادم بتونه یعنی که نگاه کرده. درس 1.5 ساعت مونه 90 دقیقه تمام، مشکل نداره، یگان مشکل وجود نداره. بعد اگر او طلبه که خواست با اینکه در پلی تل بگیره خوری هم باید دیگه فریب نکنه، یعنی که در همون جواب بگه که مثلا من در پلی تل فلان طلبه میخوان با در پلی تل انا با ما خیمتی خوب کن ذهنن تا اینکه بخونن، ایشان میتونه که انجام بده. همون بچه‌ای که میتونه تعلیم دین بده، یعنی که هم پول کار میکنه زندگیش خوب میشه و هم او آدمی که را تشکیل میکنه اونم میتونه که پول کار کنه. از این من کورسای را میدونم که باور کنید از خیلی زیاد پول کار میکنن در این سیستم. یگان همه کار با تلفن های، همه کار با اینترنت های، همه کار تشکیل کردنش مهمه. دیگه اون طرفش همش خودش تشکیل میشه و میره. تو 3 آدمی کارگر میگیری تا اینکه نام نویس کنن، نویسن ساعت ها رو معین کنن، همه را دقیق کنن، تا اینکه همین کار تشکیل میکنی میره. هیچ مشکلی وجود نداره. ده هفته 3 روزش که، ده هفته 4 روزش که، مثلا روز چهارشنبهش که شنبه یک شنبه 3 روز بمونش، یگان مشکل نیست. یه روز در مابین هفته 2 روز دیگه در آخر هفته، یگان مشکل وجود نداره. هم قاری که هست، هم آدم که درس میته در روزهای کاری میتونه کارش بکنه، هم در روزهای غیر کاریش میتونه که مثلا در این کار با جوانو کار کنه و یک منفعتی برای هم خودش در دنیا ببینه، هم منفعتی اخروی برای یعنی که فرزندای این ملت یگان کاری انجام بده. یعنی اینا پیش راه بردهای هستن که باید ما راه پیدا کنیم. وقتی کلی سلیمان دولت در مکتب نمیتونه کتاب درسی را در 10 سال که رئیس کمیته دینی آخه بروتات برزن سری کل سیابات خونسته که تو نمیتونی اگه نو پیشنهاد دارم ما اماما را میگیم که اماما درس بگن. آخه امامای خط چاپلوسی بی سواد گرفته مونده، او امامای تو خودش روی کریلی میخونن، او اسلام نمیفهمن. با همون خاطر این نظام رحمانوف یه نظام پوسیده است که امکان ندارد که تعلیمات دینی رسمی، تعلیمات غیر رسمی دینی، تعلیمات رسمی دینی کجا داریم؟ ابو حنیفه داریم. یا الله لعنتت کنه با همون دانشگاه ابو حنیفه، خدا بزند تو دانشگاه سازه. او دانشگاه چی در کاره برای ما را ساختهش؟ یا مسجد قطر که بعد رنگ مسجد زیرو راستش کرده مردم در حالت بد قرار میتی، کامera را نزدیک میکنی و آدم هم میشناسی همین گفته یا ویدیوم روی کردگان مسجد ساختگی قطر. این چی بدبختی ای آخی؟ یک پیشه مسجد ملسا 10 ملسا ایستادگی میفته باشی که زن رحمان فشکر کردنی این مردم.
اینو با خدا این تماما بازیدی، یعنی که ملت مردم در بدترین وضعیت آورده از مردم، یعنی که قرار دادگی. ولی بازم میخواد که این مردم چیکار کنن؟ بازم یگان کار غلط نکنن تا اینکه غلط چی بوده است، تعلیمات غیر رسمی دینی نگیرن. تعلیمات دینی رسمی نگیرن. مرحمت ابو حنیفه ابراهیم اکا ابو حنیفه دانشگاه ایال من خط خوندن نمیتونه مشکل ابو حنیفه برام دو ما دفعه نداره پیشو ملت هم تری میگه زنی پیشو ملت تشبوتیم الله لعنتش کنه دمی ماه مبارک رمضان دمی آغاز ده خداوند هر چیز تر غندش که لعنتی پلیدی کثیفه. من حالا هم با سالم بودن رحمان و باور ندارم. الله شاهد است من حالا هم باور ندارم. رحمان و سالم نیست. من رحمان و شناسم. من تمامی همی 10 سال مبارزه ما در همین شناختن رحمانوف مصرف کردگیم. رحمانوف سالم نیست. رحمانوف سالم نیست. دعا کنه این ملت ان شاء الله که الله سبحانه و تعالی سرشته این ملت حتما میکنه. خوب بله این به تعلیمات رسمی دینی و تعلیمات غیر رسمی دینی خوب فهمید این ملت مردم که در کدام وضعیت در کدام حالت یعنی که ما و شما قرار داریم و ما با کدام یعنی که حالت یعنی که زندگی داریم. خوب بیننده عزیز و گرامی نظرسنجی را خیلی دیر گذاشتن، بخشش خیلی زیاد که برنامه ما 1.5 ساعت ادامه دارد ولی 36 دقیقه شد نظرسنجی را گذاشتن. 287 نفر یعنی که در نظرسنجی اشتراک کردن. آیا شما شاهدی فشار مقامات وزارت کارهای داخلی، کمیته دولت امنیت ملی ضد حجاب ریش مسجد یا تعلیم دینی شده شما شاهد بودید که این کارا را ملسه اومد برای ریش برای همین؟ اگر بله بارها دیدم و میبینم هر روز خب در این، اگر نه چنین چیزا ندیدم یعنی که طریق کار نیست در تاجیکستان هم 100% بتونه که در این بمونی. اگر حالا هم باور داره که رحمانوف ضد دینی نیست پس یعنی که در این دیمش اوز میتی. اگر که دیده باشی یا اینکه خوانده باشی در رسانه یا اینکه شنیده باشی پس مرحمت یعنی که میتونی که در بلاگش نظر بمانی و در گذاشتن لایک 327 نفر. خب بیننده عزیز گرامی هر چقدر که شما لایکاتون رو میگذارید سبب بیشتر آگاه شدن جوانان دیگر میگردن. شما مثلا 2400 2600 نفر اشتراک داره در برنامه ولی این نیست که 327 نفر یعنی که لایک میمونه. حالتی که یعنی ما چی گفته هستیم؟ اون چیزی که ما گفته هستیم با منفعت شما هست و منفعت خاندان شما با منفعت یعنی که دنیا و آخرت شما. پس لایکای شما سبب آگاه شدن یک تاجیک آگاه دیگر میشوند. هر چی ترسیدیم رحمان ما را کش نابود کرد از بین برد. هر چی هم که بترسیم همین خیلی مرغ واره میکشن و میریم. باید مرد شدن در کار، مرد زیستن در کار، مردانه مردن در کار. یعنی این چیزا را دیگه تاجیک باید که بفهمه که به کدام وضعیت به کدام حالت در کدام یعنی که وضعیت قرار دارد. به همون خاطر دیگه ترسی ما و تو تنها باید از خالقمون باشه. ما و تو دیگه غیر از خالقمون از هیچ کسی نباید بترسیم. ما باید احتیاط کنیم، ما باید احتیاط خودمون داشته باشیم ولی ما باید ترسمون تنها از خالقمون داشته باشیم. اما یتق الله یجعل له مخرجا. هر کسی از الله سبحانه و تعالی بترسه الله سبحانه و تعالی برای او راه مخرج برون رفته پیدا میکنه. متقی شخصی که از الله میترسه غیر الله خوف و ترس نداره یعنی که ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. هرگز غمگین نباشید شما از جمله یعنی که مؤمنایید. و همون خاطر در قضیه ترس کنار گذاشتن در کار دیگر وقتی یعنی عملکردهای مردانی با ننگ ناموس است. خوب بیننده عزیز و گرامی واقعا هم وضعیت و حالت خوب بیان داشتیم و در قضیه برادرانی که کمک کردن خوب برادرانی که در چی بودن 2 + 1 + 2 خوب 6 نه 7 نفر 8 نفر بله یعنی که گفتگاه با 8 نفر فعلا در 25000 یا $250 برادران هستند ولی خوب الحمدلله یک برادر ما از امریکا هم یعنی که گفت که در قضیه 3 نفره یک نفر دیگر منم خوش کنه تا اینکه چی شوه یعنی که 500 یعنی که در 500 یوروها یا اینکه 50000 روبل یک نفر از برادران امریکا و این چنین
و این چنین 8 نفر دیگر یکی از تاجرا الحمدلله که گفتن ما یعنی که 8 نفر پولی 8 نفر دیگر پولی زکات مال مونه در این 8 نفر تقریبا 8 نفر بشه. خب ما 8 نفرش میگیم دیگه، نه 8 نفر کامل نیست ولی 8 نفر ما میگیمش، یعنی که 8 نفر در این قضیه یعنی که الحمدلله که چی کردن، ولی حالا فعلا نرسیده است، ولی امیدواریم که ان شاء الله که به هر شکلی که امکانی انجام آن هست یعنی میرسد. خوب بله خوب این همین قدر ان شاء الله. امیدوارم که برادرانی که توسط پیپال میتونن کار انجام دادن مرحمت کارشون انجام بدن، برادرانی که در امریکا هستن توسط زل میتونیم، زل های هست که توسط زل میتونید یعنی که کمک خودتون رسونید. برادرانی که در امریکا هستید دستگیری خودتون بکنید. این برنامه 98 بود، برنامه 99، برنامه 400، یعنی بعد از اون دیگر باور کنید وضعیت در یک حالت خیلی ناگوار الله شاهد است قرار دارم. با همون خاطر دیدید که روزی یعنی که شنبه برنامه نداشتیم، یعنی که روزی دوشنبه برنامه داریم، روزی سه شنبه ان شاء الله که امیدواریم که تمام میکنن بچه‌ها. و واقعا هم با مشکلات گرفتار شدگی هستیم، مشکلاتی به معاشی. با همون خاطر در همین قضیه خواهش میکنیم یعنی که دقت جدی بتید تا اینکه بتونیم کارهامون خوبتر و بهتر انجام بدیم ان شاء الله. خوب کوشش کنیم که تو یعنی که برنامه‌مون از 400 به اون طرف هم یعنی که ادامه پیدا کنه. امیدوارم که ان شاء الله برادران و خواهران در همراه بودن در این دهه مبارک هم همراهمون هستن و میمونن. و خداوند اون یک برادرم برای ما یک سوال کرده است که من اگر یک ساله پرداخت کاملی مصرف اصلاح پرداخت کنم یعنی که در آینده برای ما چی وعده میگن؟ در آینده ما یگان وعده ما همین است که ان شاء الله تاجر هستن. خلاص دیگه الله سبحانه و تعالی اولا اینکه برکتت بتیه و بعد از اینکه اون چیزی که میتونیم انجام بدیم برای تو و برای دیگران است، نه اینکه ما یگان کاری. بله افرادی که در مبارزه در وقتی مشکلات با ما بودن حتما ان شاء الله که نام آنها و مقام آنها هم در نزد الله بلند است و هم در نزد دولت آینده، چون که وقتی که از ما میگریختن مردم پس این آدما یعنی که آمدن به سراغ ما. ولی ان شاء الله که ما به این شکل نیست که افرادی که کمک نکردن و نه، ولی افرادی که در مصیبتی ما در مبارزه با ما بودن حتما ان شاء الله که ما هم هر چی امکانات داریم با اونها خواهیم بود و اون چیزی که از ما امکانی انجام دادنش است ان شاء الله که انجام میدیم. تاجر هستن ان شاء الله که تجارتشون در وطن خودشون آزاد و آباد انجام میتین و هیچ مشکلی ان شاء الله که امیدواریم که ان شاء الله نمیشود. ولی ما باید کار ما انجام بدیم، ولی اینکه وقتی رسیدن به هدف است اون نزد الله معین است. امکان داره فردا، امکان داره یک هفته پس، امکان داره یک ماه پس، ولی ما کارمون انجام دادیم. اون چیزی که در وطن ما باید انجام بدیم انجامش دادیم و انجام دادیم و در آینده هم باید به شکل‌های بهتر و خوبتر ان شاء الله که همه با هم انجام بدیم. این است وضعیت عمومی که ما و شما امکان کاری را میتونیم انجام داده. برادرانی که توسط پیپال در اروپا هستن میتونن هم در بالا پیپال بمونن، یعنی که چی را میتونن که پرداخت خودشون انجام بدن. برادرانی که در روسیه هستن یعنی که یگون مشکل وجود نداره. برادرانی که در اروپا هستن همچنین، برادرانی در امریکا هستند همچنین، برادرانی که در مکزیک هستن همچنین، در کانادا هستن همچنین، همه جا الحمدلله نمایندگی های اصلاح تقریبا که وجود دارد، اصلاحات خواهان و ان شاء الله که همونها برای مبارزه کار خودشون انجام میتین و امیدوارم که ان شاء الله بتونیم کارهای بهتر و خوبتری را انجام بدیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، فعلا یعنی که تقریبا 40 یا 45 دقیقه دیگه در خدمتتون هستیم، بتونید که صحبت کنید. رنگ امروزه وره دیدی که من که انتظار شدم که هیچ کس ندارم، گفتم من برنامه ما با پایان رسوندم، خب دیگر تمام. اگر کسی که صحبت میخواهد بکند مرحمت یعنی که داخلش صحبتاتون انجام بدید. 7+70 سلام علیکم. بله 7+70
صداتون نیست، آواز نیست. برادران میتونن توسط یعنی که تلفنی واتساپ هم زنگ زنن. بعضی برادران بعد از برنامه یعنی که زنگ میزنن که ما چرا نتونستیم داخل شده. خب برادر 7+70 نتونستی گپ زده. خب سیر کاردینال. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوبیم برادر، سلامتی و مبارکی ماه شریف رمضان. گفتم یک 2 دقیقه وقتتون رو میگیرم، اگر امکانیت باشه اجازه بدین صحبت کنیم. سلام. بله بفرمایید. سلامت باشید برادر. بفرمایید. برادر من ای دبی گپ زدیستم، مثلا چیز یک کمی پیش ما تاجیکستان دام بدیم و درباره قلعه کلیوپاترا یک میگراستی که هم دو گرفت دوران در قطعی همی تخمینه و میو یک چند سیونکوی خوب دوره خیلی قلعه است. بگو فیگورش بسیار مثلا تلپوزیکش گفت خیلی گفت که بو کم کم توجیکی رو هم میدونه. بسیار یک مردی بزرگمند در مثلا سپورزالی سوسی یا امورا یک چند و رفیقای دیگه داره. هر وقتی که میان یا مثلا یا تیار میشن و آخری میگه ویدیوش نمیدونم اگه قدش هم صحبت دارم بشه و در شما میپرتون برادر. یک مسئله و دیگه مسئله یه که خلقی ما مقصد برادر شما وابستگی داره. بسیار پیشنهادهای خوب کردین درباره بیزنسمن ها. اکثرا مدامای هستن که خیلی تکیه به پول و مال دنیا دارن و ایماناش دارن، مقصد هستن همگیش نه، بسیاریاش مقصد نورا وعده کردن در کورک بو خود خوبتر میفهمی. اگر که غلبه شید مثال همون پولتونه یک بر 10 یک بر 5 ایوی که قیل اسب کلیوپاترا و مثال نو دومودای به شمور میگیرن میدزدن عرص میبرن هم نور هم وعده کن در کور پیش برای خیلی مثلا خیلی کسی که ولاجید میکنه قبول میکنه پولی شروع میگیره. اون پول با یک کاغذ بده یخی مشکلی نیست. ایسر اونا رحمانوف 35 سال شد خلق کردگی در ودر کردگی کسل بیموری کردگی. چی گفتی حضرت؟ درسته یا خداوند که خدا کنه که بتونیم کارهای بهتر و خوبتر را انجام بدیم ان شاء الله. بله درسته. حالا بله بله صدام میاد برادر؟ او صدای من نیست؟ صدای شما هست؟ صدای من هست؟ بله. مثلا همو بیزنسمن ها را گفتن در کار که کسی که ولاجید میکنه مصرف میکنه و غلبه شید انشالله تکیه به الله بکن شید حقتون هم میگیرین. می نویسیم مثلا چند قدر مصرفی که اگه نشید خیلی گوهای تقدیرتون میبینین. این هم مسئله. دیگه مسئله ای که خلقی ما به حد ترسو های الله سبحانه و تعالی میفرماید که مثلا من خوری نیستم حضرت یک کمی هم میفهم برای خودم میفهم. الله سبحانه و تعالی میفرماید اگر شما مومن هستین از من بترسین از کس نترسین. ما همی در همی مثلا همی توقوتا در بسیار نزدیکاشون در گشتیم بسیار ترسو هم بنامی الله ترسو هم مردم نترسین یا ای ترسوگی ما استفاده میکنن بنامی الله. یا برادرتون در یک جای کار کردن بخیزین همه چی گپ شده گیای همه امنیتی ها را من میدانم بیچاره شوا ترسیده خونوشون میرون. یا مرغانه بچه نترس من نترس. ما در تقدیر فقط همی گشتگی من همی بین همینو در تکیه فقط به الله بکه پیش برا. تو چند ترسیدی بفهم که غلام میشای هم خلاصه حضرت؟ بله 100%. درسته برادر. واقعا همین خیلی است. خداوند که عاقبت این ملت به خیر کنه و بتونن کار برای آینده این ملت مردم انجام بدن و ترس و وحشت از دلشون دور کنه. همین ترس و وحشت که از دلمون دور کرد ان شاء الله که انجام میشه. سلامت باشه برادر گرامی. بارک الله. یک جای افسوسش هست که مقصد بسیاری ما کوریا داریم عقیده ندارن. همین نوترسی را هیچ کس نپرس. قرآن بگی بخون. الله چی میگه؟ میگه شما حرکت بکنین ترس وهم از شما دور میشود. درست است حضرت؟ حرکت کنین. کاری که میترسی پیامبر میگه اون را تکرار بکن.
نترس، همدیگر در خیانت نکن. مثلا همین توغوتا برای ما سنجش آوردگی، همین رحمانوف نیستای. چند قشید حضرت ما درک دور میودمایی که بولو دستن صحبت میگه میگن نیستای دفعه گومش شاید مردگی باشم، میگه برای همین نشون ندادستن. به همین خاطر برادرو کاری را که میترسین کاری را بدونین که خیر شما حرکت که تکرار که ترس وهم از شما دور میشوه. انشاءالله درسته. یه موضوعی که هست برادر، مسئله هست که مثال بسیاری های ما برادرو قرآن بسیار حافظای خوبیم، نه که فهم دین نداریم، تکیه و امید توکل به الله نداریم. همین دنیا را راهی بد و راهی خوب الله آفرید. بله الله بله درست. بعد وصل میشه برادر. شاید درست گفتم. مثلا دیگه ما باید چیکار کنیم برادر؟ همدیگر را دستگیری کنیم و پیشرفت بکنیم. همین دین ما نباشه ما دیگه معنی نداره زندگی ما. فهم یک تو پرستی را برادرو ایخد بکنین، ترس از شما اتوماتیک گم میشوه. ما ایرا در تجربه خودمون و آدمو دم دیدگیم در جامعه که مثلا آدمایی که عقیده صحیح دارن زندگیشون هم دیگه پیشرفتشون همه طرفت دیگه رای. همین درست است حضرت، همین خیلی است. نه که بعضی ها هستن بیچارو همین خیلی شعر و ریاضت کردن مفهومی آیت نمیفهمن. 100% با ترس عمر را دراز نمیکنه و یعنی که آدمی که میترسه عمرش دراز نمیشه و آدمی که نو ترسه او عمرش کوتاه نمیشه. عمر در دست الله است. وقتی اجل اومد یک دقیقه پیش قفو نمیره. این یعنی که اجل در دست الله است. هیچ یک چیزی است که معین است، ولی مردم فقط فکر میکنن که اجل در دست رحمان و در دست یتیم فی خبیث است، در حالی که اجل در دست الله است، نه در دست اینو است. سلامت باشی برادر. سلامت باشی برادر. بارک الله. بارک الله برادر. خب 7 پلوس 70. بله سلام علیکم. بله 7 پلوس 70 میشنوی صدامه؟ نمیدونم صدامه نمیشنوی؟ صدامه نمیشنوی؟ واقعا سکابزا 7 پلوس 70 صدای من نمیدونم کام برادرانی که در هر کجای هسته بنویسه کمی صدای من چگونه است، یعنی که امروز چی گپ شد که نشنه بنویسید برای مدیراتور اقلا، یعنی که مدیراتور رو نویسید که در همین کامنتار صدای من چخله، صدای من خوبه یا صدای من خوب نیست. یگون کس هم هیچی ننوشته است از همه. خوب رگری نمیدونم صدای من دیر میره برای مردم. رگری بله 7 پلوس 70. خب با تلفن با واتساپ زنگ بزنه وقتی که میبینه که مشکل است، پس با تلفن زنگ بزنه. پروردگار زنده و سربلند باشی برادر محمد اقبال. برادر محمد اقبال برای همه امنیتی ها میگم که امنیتی ها همی رحمانوف تا 18 را مچتا معن که اگه ملدیو جورا شما دیگه دم بی مچتا چی میگیره؟ برای دم بی دیسکاتیکا را که محکم کنه دیسکاتیکا را همه ملدیو جورا در دون دیسکاتیکا های که برای یک تدیه دیسکاتیکا را محکم کنه. برای مکتب میگوی برادر محمد اقبال یا همسینف داشتم دوایکا زویز معلم ای او بعد فرزنده ما چی
چی برات میگیرن برادر محمد اقبال؟ و در این رژیم رحمانوف توکای ما دستامو پیشی بر سرمو خم پیشوا رحمانوفیتا رحمانوفوتا این می نامه ها از ناحیه ها به ما را بسای برادر محمد اقبال والله قسم هر یا ناحیه بخیزه وقتی که کنده را چپا مینیکو شاخ شپاش میچون ما باید هم شاخ شپاش ما باید جمع کنیم برادر محمد اقبال اگر هر یا ناحیه نخیزه که برادر محمد اقبال اول با ای سیمیا خلاص نوچه با ککناش سرکاگیان بله درسته با خدا خواستم برادر ببران گردن جمع باید هممو کو دپشتیم برادر محمد اقبال چخ باشیم ای سمیا والله قسم ای کو والله قسم ای سمیا کو تو مردن شکو نمی خوبی نمینا برای ملت توجیک درسته 100% خدا کنه که این ملت مردم بفهمن ملت مردم کار را انجام بدن ان شاء الله که باید مردم بفهمه دیگه دشمن دین تشناختی روس یعنی که استالین لنین مورا رنگ رحمانوف نکرده بود این کاری که کرده است ای چینگیز استالین لنین وازمین کرده است پدانالت در تمام کار داره و چند تا بدبخت دیگهش برآمده سن یعنی که مردمت اجربی نمونه مردمت تری نکنه مردمت ای با خدا قسم باور کنه نمیدونه خیر باید دیگهش نوشته است دست سر چیکار کنه باید که تویارا کدومی که به ارتیست میکنه باید که قپه یعنی که اشترافشون کنه کمیته دینه یعنی که کمیته دین باید اشتراف کنه در مسئله دوشنبه سیتی مردم بسیار شکایت روی کردگن که دیگه این دوشنبه سیتی ای رستم یعنی که مردم خیلی زیاد شکایت کرده هستن ای اندازه زیاد ای رستم ای دوشنبه سیتی شکایت کرده هستن که در یعنی که مردم بیزاری بانک شدگن این همه دوشنبه سیتی الله لعنت کنه این گرچه که حرامزاده را که این قدر ظلم میکند مردم الان که این یک بانک حرامش مردم این قدر ظلم میکند وقتی سر تخت بیایه این رستم شاید برای نفسگیری هم دیگه از مردم پول میگیره و ظلم میکنه مهم میشود مردم سوی پارتوفتگیش رفته است نه وزارت ترمینال ها میروی تماما کار نمیکند نه مبلغ گرفته میشود نه انتقال داده میشود این بانک نیست فریب مردم خودش در برنامه نامه ها از ناحیه ها بگید یعنی که جای دهید نامه از خوجندی ما خوجندی ها بیزار از این رستم گنگ و گرچی که حرام و با دامساز ها هم سخن کنید که اینقدر دام زیاد در خوجند رفته ایستاده است مردم شکایت دارد که ما چگونه نفس میگیریم وقتی که دامساز ها نزدیک دام ما دام میبردونن نه هوا نه آفتاب نه بخچه بچگان تمام جای رو گرفتن این مردم ترسو چی گفتن نمیتونن دقل هم شود چوپان اویله رحمان و گوسفند مردمی عینن همین ما خب دیگر از خوجند بله از بسیاری از منطقه ها به همین شکل چندین نامه های کوتاه می آید از ظلم از ترابح برآوردنمان از ما عسکر طلب کرده ایستند یعنی که برقمون نمیکشن خیلی یعنی که نسبت به مثلا پیشتر برق یعنی که خوب میگن برق واقعا هر چیزی که خوب است ما میگیم خوب است یگان گپی یعنی که تهمت و دروغ نمیگیم ولی اون چیزی که هست واقعا همون را ما یعنی که میگیم که به همین شکل هست خب بله خب دیگر فعلا یگان نفر از برادران وارد نشده است نه در واتساپ زنگ است نه در یعنی که داخل برنامه خب بیننده عزیز گرامی در گذاشتن لایکاتون کوشش کنید 300 اقلا 400 لایک نشده است یعنی که 2700 نفر تماشا دارن ولی 373 لایک گذاشتن و 440 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن 93% بله بارها دیدم و ببینم 7% نه این چنین چیزا ندیدم انا گفتی گپ خبری تریش ندیده است در رسانه ها میبرویه رحمان خودش گپ میزنه مسجد مکتب نیست میگه مسجد بزن رس کنه یکی یا باشد گفتی گپ ندیدن مردم دیدن 93% خب نظراتون رو بمونه نظرهای شما خیلی مهم است 381 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن آبونه با اصلاح الحمدلله 40 نفر
فعلا به اصلاح آبونه شد در همین رفتی برنامه و امیدواریم که انشاءالله خدا کنه که در ماه رمضان برسیم به 228,000 انشاءالله. خوب بیننده عزیز و گرامی، در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. 383 و 446 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن. خب الحمدلله این ملت اگر تا وقتی که خودش زمام امور خودش به دست نگیره، گفتیم علامه اقبال خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنویسد. تقدیرش رحمانوف ننویسد، تقدیرش کلیوپاترا ننویسد، تقدیرش یعنی که تخمینه ننویسد، تقدیرش آزاده ننویسد، تقدیرش رستم پادشاه تیش ننویسد، تقدیرش اشرف گلوف ننویسد، تقدیرش شمسلا با شرکت فرازش ننویسد، تقدیرش یعنی که زویر ننویسد، اسماعیل تقدیرش ننویسد، تقدیرش خودش بنویسد. خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنویسد. با آن ملت سر و کار ندارد که تقدیرش رستم و آزاده و تخمینه و کلیوپاترا و اشرف و زویر و حسن اشکنبه و سامانی سوزی به دست اینا میو بنویسن. خدا با اون ملت کار نداره. وقتی بخوای که خدا با تو کار داشته باشه، پس تو تقدیرت به دست خودت باید بنویسی. رگر بله، رگر وقتی میبینه که نمیتونه گپ زده، با واتساپ زنگ زنید. واتساپ کار میکنه، با واتساپ زنگ بزنید. وقتی مشکلات در روسیه داره نمیتونید زنگ زده، با واتساپ زنگ زنید، انشالله مشکل ندارد. واتساپ فعلا جواب میگم. فعلا فقط نامه نوشته ایستند مردم، تمام دیگه یگان گپ خبر نیست. خوب بله رگر. خوب رگر چی که 7 + 70 بله 7 + 70 برادر بله ویدیو تگرام برادر محمد اقبال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار نگهبانت باشه برادر محمد اقبال. برادر محمد اقبال برای مکتب میگوی اگر ویشی کلاسی مکتب بخونی دیپلم بگیری کو همین رحمان باشه دیپلم در کار نمیشه. برادر محمد اقبال توکای ما دوستامو پیشی بر سرمو خم پیشوا ایتا پیشوا اوتا تو اگر ما برادر محمد اقبال هر یا نوحیه اگر نخیزیم برادر محمد اقبال وقتی درخت چپا منی شاخوش میچوشن کو باید ما هر یا نوحیه کو هم تا شاخوش کو باید ما درزه کنیم برادر محمد اقبال. این نامه ها از ناحیه ها به ما را بسای برادر محمد اقبال. بله این دمادای رحمانوف برادر محمد اقبال رنگ رحمانوفان یک تشکوبو برا گب دانا پشتی خسرش گانا برادر محمد اقبال. بله درسته. یافتن یا مچتورا کو یک تد بره کو دیسکاتیکا را محکم کنه تا 18 را مچید ممکن نیست. همش در اون دیسکاتیکا کو بره یک دیسکاتیک در مچید میتروی ای پیش ای قفا و ای برد همه جا کامera موندگیان. پروردگار رحمانوف در این ماهی بزرگ پروردگار توعید نرسی پروردگار رحمانوف. بله آمین اللهم آمین. همین دعاها را در شبای قدر بکنید. در زمین همه زدیت رحمانوف تو اجدر مچید نروا اورد حاجی میرزا برمابه خطی مادرشم زینا کاگیان خطی اپاشم زینا کاگیان. این رحمانوف برادر محمد اقبال انو خیلی راه شم را زینا کنه خطی اپاشم فرق نکنه حرمه حلال. این رحمانوف انمی تریم فورا. این شامل رحمان برادر محمد اقبال یعنی رحمانوف مرد یعنی دماداش انکو دماداش همین رحمانوف نگاه دارد مرد. ایشالله رحمان دخترای رحمانوف همش ایشالله رحمان بیوه میشوند. ایشالله بله ایشالله رحمان همش بیوه میشوند. بله صبر تو ما نخیدم هر یا نوحیه والله قسم ای کو همین خیل میریم برادر محمد اقبال. حالا این سمیه خلاص نشدیم با نو ککناش برمدن برادر محمد اقبال چیش برمدن با نوش
واش بول شب گیرم با میدوام برادر محمد اقبال با امورا بگو نخو دایا سیمیا گلی چیزا بخرن گلی چیزی ماشین های کنن خونای کتش گلی چیزا زندگی کنن خلق تاجیکی چی دستا پیشی بر شکمت گیشنن او پیشوا ملدس پیشوی تا پیشوا در این پیشوا را میگیری که با در اقبال کرینک میزنی در پیش در قفاش کرینک میزنی امورا بگو بله سلامت باش شرنر الله حفظت کنه زیبی برنامه ما ای برادر زیبی برنامه منبر مهاجر ای خدا کنه که پیروز شیم انشاءالله برادرها همش که در برنامه ها اشتراک میکنن ملت مردم چهره های واقعیش نبینن بگن که برادرها مبارزه بردن تا 10 میلیون آزاد کردن انا همین است همین فئت خلیلت غلبت فئتا کثیرة باذن الله همه وقت گروه های کم کوچک هستن که گروه های زیاده به اذن الله باز علیش پیروز میشن برای چی به خاطر که قصد و اراده نکوز دارن ان شاء الله که ما پیروز میشیم بله برادر وقت کی رگر بفرما سلام درود استاد گرامی امیدوارم خوب هستین سلام و درود بگیر با هموطنان عزیزم امیدوارم خوب هستن این امام علی چقیری لعنت کرده مادر به خدا رفته باز هم در این ماه شریف رمضان مردم مظلوم تاجیک هموطنان من ظلم کرده است این اهریمن بدخواه این قاتل دشمن دین اسلام مردم وضعیت بد قرار داده و این در ماه شریف رمضان بینند که ظلم کنی سر کرده مردم خاموش نمیدونی مردم دیگر چی گویم این مردم که با کدام زبان گپ زنی شما استاد این قدر که گپ زنده نفهموندین نمیدونم این مردم گجوی گوش میکنن این مقام داروی لعنتی این قدر اهریمنی و بدخواهی میکنن شما مقام دارو باور کن از وابشه کانکریت جواب میتین جواب سخت میتین شما با این کاروی که شما کردستین با این امام علی لعنتی با دین زردشتی جوری کردن یعنی در توجیکستان مردم دیگر ترس کنار بذارین تا خاموش بودنی ما ببین شدنی نمیش ما میشوه برای هوای ما باید یک دست شوین جمع شوین کاری باید کنیم همجا یک خطاگی شد که مثال من خطا خوردم خیلی منم خطا نخوردم که من هم خیلی مثال دادم کردن من باید درون میدرومدم استاد من همه وقتش وقتی که من گفتم درون میدرومدم آنها شو برای من وقتی نمیترسم من یک لعنت کرده امام علی چکره که مردم اولی وقتش میرسه زیغ نشه خلاص سلامت باشی برادر گرامی الله موفق مو بگردونه و انشالله دعا کنید در شبای مبارک الله حفظت کنه برادر بارک الله برادر سلامت باشید خوب شربت وقتی برنامه‌مون خیلی کم است برادر بله شربچه ژلیکول کو فرمو میکروفون تا گرون که گپ زن میکروفون کشتگی شربچه ژلیکول میکروفون کشتگی میکروفون تا گرون که گپ زن خوب برادر که نمیتونه گپ زده میکروفونت گران نیست برادر شما دیگه باید خودتون بفهمی که میکروفون تا درآمده گران که برای گپ زدن خوب شربچه ژلیکول میکروفونت کشتگی نمیتونی گپ زده ببرو ایسر بدرو میکروفون تا گران اگر گران کنی از گپ زده میتونی ولی گران نکنی میکروفون تا خوب بله اگر که توسط برنامه نمیتونه درآمده واتساپ همون وی پی ان که هست با وی پی ان در واتساپ یعنی که زنگ بزنید ان شاء الله که خدا خواه همش توری میشه یا برادر نوشته است که من میتونم که هر شب در پیپل اصلاح کمک کنم بله میتونی که هر شب کمک انجام بدی هیچ مشکلی نداره برادر شربچه ژلیکول بله السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله حضرت خوبی کنید سلامت باشه برادر بله سلامت باشه این بچه هایی که دکتر زنده هستن مردن اوضاع تا بلندتر که خیلی گپ میزنی اوضاع واضح نیسته بله برادر
وطن 665. بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب هستی استاد. خداوند همه مبارزا را در همه ماه شریف رمضان قوت درمون بده. خدا موفق متگردونه، دور یا زود باشه، دیر هم باشه به سری بلند. خداوند همه رژیم در ماه شریف رمضان همتری کاملا چپه و شرمندهش بگردون. علل خصوصا همون مقاماتی که این همتری شیشتگی، این همتری چای زده سایه نگاه کده سایه ظلم میکنه و نموره. خداوند همی پسترین روزه در همه ماه شریف رمضان دعا کنین مردم در همه 10 روز آخر چه خیلی کشی خودت گفتی استاد، دعا کنین که بعد چشم سرشون ببینن در همه دنیا. آمین 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 آمین. همه خدا بهترین استاد برنامه رمونده که چه کنن این ظلم میکنه در همه روزا و دیگه در همه شریف رمضان. خیلی که دیگه ای کی رحمانوف گوری همو چش در بگیره در همه شریف رمضان که پدنالت دیگه همه چیز نکد آخی ایل نکده چشمش با همه توجیک مسلمان قطعی ایل نکد چشمش یک جو دیگه رحم میکنه. بعد اگر با مسلمان رحم کرد گویا با توجیک رحم کرد، با توجیک رحم کرد گویا با مسلمان رحم کرد. همه خلاصه دوملو بله 100%. برای هم او ای پدنالت یگان میدانوی را فقط همی یه روح های چی اپایی چی خوهری هیچ کومد عقب نشینی نکنین. هیچ کشمور های حق نداده کی حق داده تون که عقب نشینی میکنین. چه همو معلم و معلم ها گجادن هم و دوملو گرختیان اومدین از ظلم عقب نشینی میکنن. این حق کی داده این بوده؟ پناهجوی غدا در همه اروپا و دیگه جوهای عقب نشینی میکنین. شما را این حق کی داده؟ هیچ که حق نداده شما در عقب نشینی کنین. شما فرزند این ملت نیستین، فرزند این سرزمین نیستین. شما این کار که میکنین او همین عقب نشینی که میکنین رحمان در لوبای فصل سال ماه شریف رمضان چیزی باشه نباشه او ظلم تجاوز شما میکنن. چون که شما خودتون فرزند اوگهی سرزمین میگیرین. فرزند اوگهی سرزمین که هستین اما با همین کاراتون فرزند اوگهی سرزمین که هستین بعد کنیش نه رحمان ظلم تون میکنن. نکنین این کار را بخیزین در بر مردم چخشین بیاین ببرین مبارزتون. شما را هیچ کنه میگه بخیزین هم دیگه اکوی اگم یراق بگیرین چکنین. نمو شما مردمی که ایران این کار کده سه شما هرگز این کار کده نمیتونین. بچه در ماه شریف رمضان نگاه که چه دوملا خدا قوت چون بتا خیلی سیاستی اوسنه با چی نکنن مون همیجا همی وطنشون محافظت دورن از ظلم تجاوز. ماشاءالله کدن تربیت دادن مردم. این دولت سوزی نه خیلی های شما میخیزین ظلمتون میکنن میگریزین میرین وطن هم میفروشین میبروین میرین بعد کی چی میکنه؟ مای خیبر آمدین رفتین بیاین هم خوری جمعوشین یا جدا شین یا دم یک بگیرین کود زنگ زنین دوملو بگو بو هم خیلی آدم چی ایدیستی مو چی میه چیکو کدم بتونیم گجاش هم بگیریم. خیلی وظیفه داد وظیفه را بگو ما اجرا کدن هم بتونم هیچ گب نه. با یک وظیفه دیگه دن ایشم بگو اجرا کدن هم بتونم هیچ گب نه. یا هیچ 100 تا مثال مبارزه 100 راه داره. یک تاش دنبال کنیم پیش کنیم برین. سلامت باشی برادر. بارک الله. الله حفظت کنه. سلامت باشی برادر. خدا نگهبان باشه دوملو. خدا کنه که مردم بفهمه. همه آخر سخن کنم برام همه برادر گفت که همه صاحب کارا گفت چی که میکنن خیلی که بکنن آخی باید یکم فکر بکنن آخی برای وطن ایخچون هم میکنن دوملو. بله همو وقتی که انشالله که همو رژیم چپه شد کاملا همه مردم مسلمان آخی فکرشون هم میکنن آخی.
حتما رکومنداسیای مبارزه در حکومت آینده برای بیزنسمنایی که کار انجام دادن. ما هیچ وقت برادرای یعنی که مبارزی که یعنی که در آغاز از سال 2020 21 22 23 برادرای زیاد بودن که با ما همراه بودن، ما اونا رو هم فراموش نکردیم. اونا در وقت کار خودشون انجام دادن، به هر شکل ترسوندن شو رحمانوف، به هر شکل. ولی برادرایی که نو پیدا شده ایسن ان شاء الله که هیچ چیزی شما به ضرر نمیشوه. هر چیزی که میتونید مبارزه ما مثلا دیگه دوملو همون برادر که برو اومد گفت که یگم خای یگم چشون وعده که بسو گپای خوب گفتم هم خای دبی گفت کو من گفت دبی هم گفت همین تجارتور یگم سو وعده که خای اخی وعده چیشون کنیم اخی وطنشون اوزو شوه همین کلونو هم دبرشون کی بدن یا فکر میکنن نخوای هم الوکش 50% نکنه، نخوای یک زمینی برای همون مغازه میسازی، ترگوی سنتر هتل میسازی، چیز میسازی براتون برقرار نکنه، داکومنتش دای جوش دای یا برقشای سویچ های ایشالله فکرتون میکنن همین مردم و اینجا که شما در پیش نمیگردونن اخیرا بفهمین یکی اخی یا فکرتون کاملا میکنه. شما هم که آدمین بیاین که در اینجا خوش بشین در این روزای وزبین عین حال وزبین انشالله که همش خوب میشود در آینده. مردم آزاد میشود دوملو ای همه خوبش مردم زندانی داریم تجاوز شده سن کشته سنمون سر قدر دارد توجیگ نی همه تن همه کاری باری همه مردم ایران باید برای همه تکو چی باشه تربیه باشه. ماشاءالله حکمت بی زدگه مرا چپا میکنه میگه لبویشه ولی میگه کار سر نکدیم. این حکمت بی و تخ تبو بی که نه ملتت قدر دارن نه تو همه میره در دولت همسایه تجارت میکنین در وطن خودت نمیتونین. نه همین ایوخی زنده و سلامت باشی. وقتون تمام شد امروز خدا نگهبان فهمیدگیش شاید بفهمن انشالله. خب بله واقعا هم باید که در صدد در فکری یعنی که آینده ساخت دولتمون باید باشیم. ولی چندین پروژه های یعنی که همین کارهای برای مبارزه داریم. بدون مبلغ هم مبارزه نمیتونه پیش بره. اینا خوب باید بفهمی. یعنی همه برادرایی که کار میکنن به خدا قسم 3 روز پیش 4 روز پیش یک کامپیوتری یک کارمند از کار موند. یعنی که کامپیوتر نوشتن عادی است. یعنی حتی با همون گفتیم برادر یگان راه خودت پیدا که ما ان شاء الله که آینده با هر سه که شد حتما خدا خواه همین کارا میکنیم. یعنی اینگه کنه یعنی مثال عادی که هستن. مثال یک نفر دیگر در یک جاست یک بخش انجام داده است، اون باید پول میخواد کار میخواد. بعضی منبع‌های هستن که بعضی معلومات مهمه میگن برای ما توسط این پول همین کارمو میخریم یا که میگیریم برای اونو پول لازم است. همه همینو یعنی که با پول میشون کار انجام دادن. ما برادرایی که در داخل هستن تلفنایی که خریدیم خیلی کار خودشون انجام داده ایسن الحمدلله. چیزی که اینا انجام میتین یگون منفعتی یعنی که بر ضد ما نمیتونن یعنی که یگون کاری انجام بدین. چرا؟ چون که ما کارمون الحمدلله که انجام داده ایسیم. خوب بله چند نفر در اومدن در وقت گپ زدن این برادر دیگه اومدن. خب فروخ بله سلام علیکم برای برادر فروخ میکروفون تا گران که گپ زد برادر. بله فروخ گپ زد فیلم نمیشنم. خب مبارز بله دوملا سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. انشالله امیدوارم که خوبی صحتی تنجوری گفتی هم گپا دهه اخیر رمضان برای تبریک میکنم. خداوند کنه که دست جمعی دعا کنیم هر چیز تری ناعدالتی و ای ظلم و ستم از سر مردم دور شود و به یک زندگی آزاد برگردیم انشالله. آمین. موضوع ها را امروز یک چیز را نگاه کردم از مرز افغانستان و تاجیکستان در کانیتیلا نگاه کردی نکردی. میگه که از اون طرف مردم افغانستان دارن سمت دریا را طرف تاجیکستان گردوندن. دریای سرخاب دارد شورابات شسته ایستاده است.
این مردم خاموش. اینا میگن حکومت، اینا میگن ما صاحب استقلال، ما همه به خدا قسم کو آخه همین توف در همون فرایی که میگه که ما صاحب استقلالیم. استقلال مرزی نداره، شما مرزی تو نیست، هیچی نداره. یگانا نه استقلال معارف داره، نه استقلال امنیتی داره، نه همین داره یا استقلالیتی که نمی مردم فلان کنه، نمی مردم فقط فلان کنه. می قپه بگنو میبره شو برای یه نفر در بازار قرغان قپیدن دملو یا برادر نخل کرد. والله قسم میگه در عدل یک کار بدرفتم، میگه یا برادرم ترنگ روش پرید، میگم چیکار کردی؟ میگه اکا همین مبانی بازار داشتگم چشمم رحم میدیدن. میگه من قپیدن، میگه تو چه خیلی مورا بدبد نگاه کردی؟ گفته است برادرو من نمیخوام به خدا گفت 2000 تومانی جریمه‌اش کردن. برای نگاه کردن میگه راه دیدن چشمم. والله بالله قسم این برادر نقلم کرد. گفتم همین اصلا والله گفت همین آدم من با چشمم دیدم. یه بار بس کنی همین مردمای زن فزانی خر کنه حرامزاده، بس کنی مردم دیگه ظلم کردن، بس کنی که به خدا روز ساعتش میشوه آخه هم کنات پوستو منای مردم. خودم رمضان میگن گپ سخت نزنیم دملم به عصبات وایرون میشوه. روز ساعتش میآید در پیش این ملت یک تا به یک تا نقطه به نقطه بمو ورگل به ورگل جواب بتیه. این ظلم شدگی ها همشو یا جبر دیده هند، یا را شما میایه جبرا و ستما و ظلمایی که سری آورده میاره یا را حساب کتاب بکنه. این خیلی دنیا تا خون قیامت شما را نمیگذارن این مردم. ها بزنه تروریست رو بزنه مردم 307 تا بره درم چیزای زناتو بزنه. یک مردمی که برای ناموس وطن خچوک از این همیت ترکو همه هم شیطان ای وردن جنگای ایران پیش با چی کرده است. او سروزیر قاسی قاهر رسول سوده را گفته است برو گپ زن. خودش باید به گناه بستده، به گناه نگاه که خطرگیش شیطانی شبین که یک طرف ایستاده است قاهر رسول سوده را که تو برو گپ زن. و یکی بعد یکی گفتنش اگر رفته و جمهوری اسلامی شکست بخوره و بیان و بگم سروزیر خیاب رو مده بود گپ زد، ما گپ نزده بودم. به این رحمان فا از جمهوری والله قسم به این رحمان فا از جمهوری اسلامی نگاه کردن همه عرقخورا و بانگی ها الکشایی که شاه پرستن وای خوب کنلیچا و رقصه ها یعنی هم دولت هم میخواه. این دشمن اساسی جمهوری اسلامی همیه، دشمن اساسی همین رحمان فا. 3 سال پیش همین نبود با تخم بر نفراش رفتن دفتر ایران در تاجیکستان تخم بارون کردن، همیون نبودن برای یک کبیری در یک مجلس حزب اسلامی در ایران اشتراک کرده بود، همیون نبودن دملو. یا برای منفعت خودشو زناش و نفروشن تو فدا زمینه که در روی مکه دملو. همین زناش اگر نبرن در پیشونم نمیگم زنه ما را فالو نکنه برای همون منفعت شخصی و برای منصبای خودشو تو فدا زمینه که در روی مکه. یک حرامزاده همین سردار تو آخرش یک حرامزاده بهش نیستن، دارن نفرها کمن یک حرامزاده ترین سیاست مدارا را خداوند دمو داده است. ما را مردم خوب آفرید، ما را مردم بهترین آفرید، مردم مهربان آفرید که خداوند با سری ما حرامزاده ترین نفرها را آورده است. انا میگنو مردم هوشیار شه، بیدار شه، حدی اقل در همون منطقه‌ای که زندگی میکنه هر کدوم که سر تو زور نه ترسه آخه همین زندان همین سهراب بردن اکای سهراب 20 سالی ندادنش زندانش کردن. بیچاره حیات اکای کی نیستش کی حزب نهضت بدکو کی محمد علی حیات اونمون نفرا 20 سالی 30 سالی رفتن برای ناموس شیشتگی یعنی چی گپ نداره آخه همه برای نر قربانی نه ترسه یا با قربانی شه از زندان چی میترسه؟ در همون منطقهاتون هم نشو گپ زنی بگش چی به حقوق گپ میزنی؟ حقوق تبیار باید گپ زنی. هر یک خر خنگل هم پردوان در هر یک منطقه مردم کردن ظلم ستم جبر غارت میروند در هر منطقه میروند به خدا قسم مردم به هر بهانه میروند جریمه میدن ای مردم پول میکنن میگیرند. اوش گاوش هم میفروشه، اوش یک 3 سال در روسیه کار کرده یا ماشین خریده است ماشینش هم میفروشه، اوش نمیدونم زمینی نزد حولگیش هم میفروشه خچایو خلاص میکنه. این مردم کردن به خدا دیونه والله قسم دیونه بازی دارن. این اگر سیاست باشه نمی دامسازیاشون دروغ بازی ان شیطانگری مردم از خونه و به خونه میکنن بره کوارتیره بیا کوارتیره بشینی. آخه در جای پدن حالت دامساز یک خونه را میسوق این مردم
این منطقه را میخزون میبود او خونه جابجا میکرد یک جا را میبود میسوخت. یک نمی سیاست یا دولت داری دیوانه بازی ها دانشجوها را بر رقص بازی بداد بگم در یک بعد جشن در مراسم ببرو رقص بازی کن در پیشت بگو که ها ما استقلالیت داریم. همین استقلالیتی ما این کار میتونه در چشم دنیا خوک زدن. خب نمیشد گاهی هم کونت نمیشد گفت برو که یا حیات پجو یا روز برو که در کونت میغلطه پایو همون تشیدنیو یا معلمان هم میدونه شو دوملو تمام جمهوری تاجیکستان میدونه که حرام خورن همه میدونه شو یک کسی روغونه 20 سال شده است کلی هم قرض میگیرن یک او یا دومی تزویره او برای فریبای برای پلکور کردن اونا میگم در دوملو ای میگم کو ای اول تا اخیر مکر حیله های یگان جا عدالت یگان جا برای منفعت مردم یا کار نمیکنن در یکان نقطه اینم بیایم یک سوحای معارف شب بگیریم معارفمون نالای اقتصادیاتمون نالای کروپسیا در درجه پسترین دولت دنیا قرار داره 20 گونه دنیا قرار داریم امنیت یک دت افغان او طرف گذشت پیش پوتی رفت بیام را محافظت که تندرستی اینمی تندرستی سوحای زدروخرانی یگان چی پیشروی نداره همه کروپسیا مردم زیاده از 250,000 توجیک خستن اومد ازبکستان توبت کردن سوحای ترانسپورت یا که اویا کمپانی ها 250-300,000 نفر اومد از داخل ازبکستان حج نمیدونم دولت خارجی پرواز کردن چی دوره شما چیه همین چیکو که ایستاده همین مردم قطعی شما همین خشم سیاست میرونه همون جبکوی خطو و حق ایجابجا به گدوگی کنه برای باید مردم سر شکره در کسوی خطو زده ایستاده شو حروم زاده ها یگان کار دیگه نکه ایستاده مکتب های قشلاق ها را برابین از دوره والله قسم از دوره شوروی 600 تا طلبه میخونه در درونش بیچاره هم بهوری یک سفیدش میکنن همون پایونش و کمر قطعی سیاه میکنن همون قطمو نه کمر داره نه یگان شرایط زمستانه داره یگان چی ندارن یو فقط دزدی تا نمی دزدی ای بس ای بچه بس ای بعد بلم میگم وقت کارت کنم دوملا برم که خداوند نگهدار باشه خداوند خوش کنه پروردگار مردم هر کدوم دمی لایف هستی همین ماه اخیره در پروردگار دعا کنه که این ظالما را این خونخوارا را این قاتلا را این حرامزاده ها را از قدرت دور برا پروردگار ما را به یک دولت آسایشته نمیخه دنیوی اسلامی دوستانه و مهربانه ما را برسانه الله اکبر الله آمین سلامت باشی برادر بارک الله خوب بیننده عزیز گرامی چند دقایق دیگر تا افطار باقی ماند اگر برادرانی که خوب هستند و صحبت میکنن مرحمت و بار دیگر تکرار میکنیم برادرانی که همراهی کردن با اصلاح میخواهند پس فراموش نکنید با هر شکل های گوناگون میتونید که با اصلاح باشید در یعنی که انجام عمل های خیری که باید برای آیندهمون انجام بدیم ان شاء الله که کارمون انجام باید بدیم پس زحمت ما و شما ان شاء الله که بر هدر و بیهوده و بیفایده نیست و همه کاری که ما میکنیم ان شاء الله که نفع و منفعت خودش حتما داره و ما و شما ان شاء الله که از آب پیروز در میاییم و این وعده الله هست و ما و شما باید که در این قضیه یعنی که کار خودمون انجام بدیم. خوب بیننده گرامی همه آن راهی گفتیم یک بار دیگه تکرار میکنیم فعلا برادرانی که 500 نفر هستند 12 نفر شدن و برادرانی که در 25,000 یا 250 دلار ایاره هستند 8 نفر فعلا شدن امروز یعنی که 8 نفرش امروز بود. خوب دیگر یک برادرم از امریکا و یک برادرم از روسیه. خوب سلامت باشه برادران عزیز و گرامی و همانانی که در این برنامه امروز با ما بودند و تا افطار دعای خودمون انجام میدیم و در آخر دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی عزت و شرف از دست داده این ملت بار دیگر به این ملت باز بگردون و الله سبحانه و تعالی تمام این ملت در این 10 شب آخر عزتی طلب کردن خودش براش عنایت کن و الله سبحانه و تعالی تمام گناهان این ملت که انجام دادن در این دهه آخر الله ما را از جمله بخشوده شده ها و از جمله افرادی که
یعنی از آتش جهنم دور شده بگردان. الله تمام روزه عبادت، خیر، صدقات، قرائت قرآن، عملهای خیری انجام دادیم، در صفحات اعمال ما مثبتش بگردان. الله سبحانه و تعالی عفوی که از تو میخواهیم برای همه ملت این ما خداوند عنایت کند تا اینکه این ملت ما از جمله ملت های عفو شده گردد و تا دعای انجام داده آنها و درگاه الهی پذیرفته شود و الله تمام زندانیان بیگناه این ملت آزاد گردند و تمام آن مادران و خواهرانی که در انتظار شوهر، فرزند، پدر هستند خداوند به دیدار همدیگر آنها را برسان. الله به فرزندان این ملت فرزند براشون عنایت کن. خداوند آنانی که فرزندان صالح ندارند فرزنداشون صالح بگردان. خداوند تمام فرزندا را بار به پدر و مادرشان بگردان که خیر و خوبی و احسان و نیکویی هایی که باید انجام دهد هر فرزند آنها را خداوند و این موفقیت نایل بگردان. اللهم آمین، اللهم آمین، اللهم آمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.